بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. کلیپی که در اول برنامه نشر می‌کنیم دروغ بزرگ آیت الله قزوینی، مدیر اخراجی شبکه زلالت هست که از یک سال و چند ماه به این طرف این دروغ رو گفته و تا هنوز هم نتونسته جواب قانع کننده‌ای به ما و بینندگان عزیز بده. با هم کلیپ رو می‌بینیم و بعد از اون ان شاءالله برمیگردیم دوباره خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قزوینی مکار و دروغگو و تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه می‌فرماید اصل مذهب شیعه را منافقین و زنادقه بنیان نهادند، برخلاف دیگر مذاهب اهل بدعت مانند خوارج و مرجعه و وعیدیه و قدریه و غیره. اما این آخوند مکار و حیله‌گر سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می کند که مراد شیخ الاسلام اصل کل مذاهب است، حتی مذاهب اربعه اهل سنت یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. و این در حالی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه چند سطر قبل از جمله‌ای که این آخوند می‌خواند رهبران و سران نه تنها مذاهب اربعه بلکه مذاهب اهل بدعت را نیز زندیق و منافق نمی‌خواند، به استثنای رافضیان. با هم این کلیپ را ببینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد ششم پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان و سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب، کاری به شیعه هم نداره. نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب. انما ابتدعه زنادقة منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید آقای جوان حنفی، بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمة الکفر یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکمم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن. اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه. آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن،
نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن. آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. یک دفعه میگم خدایا همین دروغی که من گفتم کرم کن، این دروغ من را به 1000 رکعت نماز تبدیل کن، این دروغ من رو به یک زیارت امام حسین، به یک زیارتی که مکه مکرمه تبدیل کن. یعنی خدا تبدیل میکنه؟ بله. منهاج السنة النبویه جلد 6 صفحه 302. وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة، فإن رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة، كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم، وهذا ظاهر لمن تأمله، بخلاف قول الخوارج، فإنه كان عن جهل بالتأول القرآن وغلو في تعظيم الذنوب، وكذلك قول الوعيدية والقدرية كان عن تعظيم الذنوب، وكذلك قول المرجئة كان أصل مقصودهم نفي التكفير عن من صدق الرسل. ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل أحد أنهم زنادقة منافقون، بخلاف الرافضة، فإن رؤوسهم كانوا كذلك، مع أن كثيرا منهم ليسوا منافقين ولا كفارا، بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله، لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم، فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في العلم والدين، وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم إفساد دين الإسلام. در میان فرقه ها هیچ فرقه ای مانند روافض راستی را تکذیب و دروغ را تصدیق نمی کنند، چرا که سران و رهبرانی که این مذهب را درست کردند همان گونه که بسیاری از اهل علم گفتند عده‌ای منافق زندیق بودند، و این مسئله برای کسی که بیندیشد واضح و آشکار است، برخلاف خوارج که اساس مذهب آنها از روی جهالت و نادانی به تأویل قرآن و غلو و زیادروی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مشکل وعیدیه و قدریه از روی زیادروی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مرجئه اصل مذهب آنها نفی تکفیر از کسانی بود که دعوت پیامبران را تصدیق کردند. به همین علت کسی رهبرانی که این مذهب را اختراع کردند زندیق و منافق نخوانده است، برخلاف رافضه که رهبرانشان چنین بودند. با وجود این که بسیاری از آنان منافق و کافر نیستند، بلکه برخی از آنان ایمان و عمل صالح دارند و برخی دیگر اشتباهاتی انجام می‌دهند که بخشیده می‌شود، و برخی دیگر لغزش‌هایی دارند که امید از خداوند آنان را ببخشاید، اما جهل و نادانی به قرآن و حدیث شامل همه آنان می‌شود، و آنان هیچ امامی در میان مسلمانان ندارند و اصل مذهب را عده‌ای زندیق منافق به قصد فاسد کردن دین اسلام ساختند. بینندگان عزیز، آنچه از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مشخص است این است که ایشان پایه‌گذاران مذاهب مبتدعی چون خوارج و قدریه و وعیدیه و مرجئه را منافق و زندیق نمی‌داند تا چه برسد به مذاهب چهارگانه اهل سنت، بلکه پایه‌گذاران مذهب رافضه را جزو منافقین و زنادقه می‌داند. اما آخوند قزوینی طبق عادت دیرینه خود سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می‌کند که ابن تیمیه ائمه اربعه را منافق و زندیق دانسته.
و عجیبتر این که بر پایه این اصل دروغی که بنا نهاده نتیجه گیری می کند ابن تیمیه فتوای قتل اهل سنت را داده است. به راستی ابلیس بایستی نزد این آخوند تعلیم ببیند. اما دیدگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد ائمه اربعه چیست؟ ایشان در فتاوای خود بیش از 400 مورد اتفاق ائمه چهارگانه اهل سنت ابو حنیفه، مالک و شافعی و احمد را نقل می کند و در صدها مورد فتاوای آنان را به صورت انفرادی ذکر می کند و بسیاری از اقوال را به علت مخالفت با ائمه مسلمین و از جمله ائمه اربعه مردود می داند. برای مثال در مجموع الفتاوا جلد 7 صفحه 402 می گوید: من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب. از رحمت الله به بندگان مسلمانش این است که امامانی که نام نیک در میان امت دارند مانند ائمه اربعه و دیگران مانند مالک و ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد و شافعی و احمد و اسحاق و ابو عبید و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد مخالف اقوال جهمیه در مسئله قرآن و ایمان و صفات پروردگار بودند. اونی که دروغ میگه معلومه اول ما خلق الله مشکل داره. اینها به طور دروغ میگن، شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. این کلیپ رو با هم دیدیم، کلیپ همون دروغ بزرگ آیت الله قزوینی. کلیپ دیگری هم داریم، غلو در مقام امام حسین، کلیپ شماره 925. این کلیپ رو هم ببینیم و بعد از اون انشاءالله میریم سراغ تماسهای شما عزیزان. با ما همراه باشید. غلو در مقام امام حسین رضی الله عنه. عرش خداست، مثل این منبر تخت و ساختمان نیست. رحمت خدا بهش نوشته است حسین، یعنی مظهر رحمت خدا، واسطه فیض خدا از رحمتش، از خالقیتش، از مدیریتش، از مدبریتش، از حاکمیتش، از مالکیتش، از اقتدارش، از رحمتش، از غفرانش، از هدایتش، از نورش، از کانال و واسطه وجود اقدس سید الشهدا به عالم میرسد. بگو کسانی را که جز الله فریاد رس خویش میپندارید به فریاد بخوانید. آنها مالک ذره در آسمان ها و زمین نیستند و در تدبیر آسمان و زمین هیچ دخالت و مشارکت ندارند و الله
از میان آنها هیچ پشتیبان و یاری دهنده ندارد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. و کیست گمراه تر از کسی که غیر الله را به فریاد می‌خواند؟ آن کسانی که تا روز قیامت نیز درخواستش را اجابت نمی کنند و آنان از دعا و درخواست ایشان بیخبرند. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی. از همین لحظه شماره تلفن های برنامه زیرنویس میشه و شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و در مورد کلیپ هایی که پخش شده اظهار نظر بکنید و اگر سوالی، پیشنهادی، انتقادی هم دارید انشالله میشنویم. کارگردان عزیز برنامه زیرنویس کردن و همچنین خدمتتون عرض کنم که از طریق صفحه فیسبوک شبکه جهانی وصال حق هم شما عزیزان میتونید کامنت بگذارید و در لابلای برنامه انشالله کامنت های شما عزیزان رو خواهیم خود. اولین تماس رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. من ابو سلمان هستم از بلوچستان چابهار. بفرمایید برادر عزیز ابو سلمان. خوبی آقای انصاری؟ سلامت باشید، تشکر از شما. آقای انصاری، این دیگه شرک زده ها دیگه از خود همین انقلاب خبیث خمینی دیگه ایجاد شده. این دیگه شاگردایش تربیت کردن که بر علیه اسلام دیگه رو منبرا بیان مثلا شرگویی بکنم، همینه دیگه. ولی الحمدلله انشاءالله نزدیک است دیگه اینا همهشون دیگه در بدر میشم اور انشاءالله واصل جهنم میشم. حالا دیگه انشاءالله کل دنیا در جریان هستن دیگه. بله. از گذشته هفته یعنی شروع شده، مردم ها دیگه برکت این شبکه ها، توسط این شبکه ها خیلی روشن شدن. درست. مخصوصا این برنامه‌ای که مثلا شما اجرا میکنی روی سکه یا مثلا دیگه شبکه‌ای هستن زیر ذره‌بین، اینا خیلی مردم روشن شدن. باور کن حالا امروزا دیگه همه رسانه هست دیگه، مثلا همه دنیا میدونه دیگه ملت ایران به فهم و به قدرتشون رسیدن دیگه. انشاءالله دیگه همینجوری ثابت قدم بمانن. فقط این رژیم خبیث بر از ایران دیگه انشاءالله مردم فهیمتر هم میشن. انشاءالله مردم زمانی که آزاد بشن، مردم وقتی که آزاد فکر بشن، بعد این ضلالتی که اینا مثلا آوردن توی ایران ایجاد کردن، مردم رو فریب دادن، دیگه انشاءالله قریب دیگه مردم آزاد میشن، همجوری ثابت قدم بمانن. ولی اینه که فقط به عموم یعنی ضرر ندن، فقط همینجوری با مسلط حمیز یعنی تظاهرات خودشون ادامه بدم، ولی به امید اله فقط به الله توکل کنن و
به اینه که دعاهای خودشون باید دعا هم بکنه، هم حرکت هم دعا. این هر دوتا رو دیگه کار بگیرن انشاءالله ان قریب دیگه اینا سرنگون میشن دیگه، میرن بیرون انشاءالله از ایران. تو ایران مردم تو از قبل از این رژیم اینا مردم همه توحیدی بودن، روشن فکر بودن ایرانیا، ولی انشاءالله نزدیک دیگه انشاءالله مردم پیروز میشن انشاءالله. مردم ایران به نام برکت الله، فقط الله به توفیق الهی انشاءالله. دیگه شما هم درخواست دعا ما هست، دیگه شما هم دعا کنی دیگه الله رب العالمین این رژیم خبیث رو دیگه سر نگون کنه و بره به درک واصل بشن انشاءالله از ایران. جزاكم الله خيرا، حياكم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از برادر عزیزمون ابو سلمان از بلوچستان. الله سبحانه و تعالی در سوره رعد آیه 11 یک مطلب خیلی زیبایی رو برای ما بیان میکنه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیدهد تا وقتی که آنان آنچه را که در ضمیرشان هست، در درونشان هست تغییر بدن. ظلم و جنایت و استبدادی رو که آخوندهای جنایتکار در طول این 30 و چند سال در ایران انجام دادند، نتیجه فریبکاری، دروغ و تلبیس و خیانت و دزدی اونها بود. در همونطوری که در امور دینی شما ملاحظه کردید در طول این چند سال که اینها حاضرن که به مخالفینشون هر گونه تهمت و دروغی رو ببندن، برای رسیدن به اهدافشون حاضرن از هر وسیله نامشروعی استفاده بکنن. در زمان انقلاب سال 57 هم اینها اومدن با سوء استفاده از قیام مردمی به حکومت رسیدن با وعده‌های دروغین که برق رو مجانی میکنیم و خونه مجانی میکنیم و گاز رو مجانی میکنیم و نفت رو سر سفره مردم میاریم. و بعد از اینکه به قدرت رسیدن همون چهره اصلی خودشون رو، همون آن روی سکه خودشون رو نشون دادن. و در طول این چند سال که اینها حکومت کردن، این به نفع اسلام و مسلمان ها بود از یک نظر. گرچه جنایت هایی که انجام دادن در کشورهای اسلامی در داخل ایران درسته که ضربات شدیدی به اسلام وارد کردن، اما اسلام دینی است که با این ظلم و استبداد و کشتار و جنایات از بین نمیره. ما در تاریخ شاهد هستیم که صلیبی ها اومدن صدها سال بر علیه این دین مبارزه کردن اما در آخر شکست خوردن. روافض اومدن، شیعیان رافضی در آل بویه و فاطمیون و سلسله های دیگری که به وجود آمد، صفوی‌ها، و یا نفوذ کردن در بین حکومت‌های اسلامی، اما دیدیم که عاقبت همه اینها نابود شدن و اسلام همچنان جاویدان ماند و تا روز قیامت خواهد ماند. نکته خیلی جالبی که در حکومت اینها به نفع اسلام وجود داشت و همونطوری که الله سبحانه و تعالی وعده کرده که لا تحسبه شر لکم بل هو خیر لکم، این خیری که برای امت داشت این بود که اینا چهره حقیقی خودشون رو آشکار کردن. روایتی دارن در کتاب‌های خودشون که میگن امام صادق گفته بود که، البته دروغ میبندن به امام صادق، که شما بر دینی هستید که اگر این دین رو پنهان کردید عزت پیدا میکنید و اما اگر آشکار کردید خوار و ذلیل میشید. اینا آمدن حکومت تشکیل دادن، دینشون رو آشکار کردن، دینی که سراسر کفر و شرک و دروغ و تلبیس و خیانت باشه. 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، آخر مردم متوجه میشن. تغییری که الان در ایران اومده
من همین یکی چند روزی که دارم متابعت میکنم تظاهرات در ایران رو، یکی از نکات خیلی جالب برای من این است که شعارهای مردم نسبت به سالهای گذشته، انتخابات 88 و قبل از اون عوض شده. شعارها بر ضد آخوندها، آخوند باید گم بشه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه. این نشان دهنده این است که مردم ایران از نگاه دینی هم بیدار شدن، چون اکثر اینایی که تظاهرات میکنن از شیعیان هستن و این آخوندها رو شناختن که اینا یک مشت دین فروشن، یک مشت وطن فروشن، یک مشت دلالی هن که حاضرن برای رسیدن به اهداف شوم خودشون ناموسشون رو، ملتشون رو، دین رو، اهل بیت رو، همه چیز رو قربان بکنن. جنایت های اینها در طول این چند سال و خرافات ها و دروغ هایی که اینها به ملت گفتن سبب شد که مردم از نگاه دین هم بیدار بشن. حالا شاید بعضی از نگاه سیاسی، از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی با اینها مخالف بودن، اما علی کل حال اینها رو مرشدین دین میدونستن، رهبران دینی میدونستن، یک احترام دینی به اینها قائل بودن، یک احترام ایدئولوژیک به اینها قائل بودن. اما از این جنبه هم اینا از چشم مردم افتادن و شعارهای جدیدی که داده میشه در تظاهرات گسترده‌ای که در سراسر ایران رو فرا گرفته نشان میده که مردم از دین اینها، از اعتقادات این آخوندها بیزارن. نشان میده که مردم چهره حقیقی اینها رو شناختن و مردم شناختن که اینها یک مشت دجال دین فروش هستن که براشون هیچی مهم نیست. مهم براشون پول هست، شکمشون هست، شهوتشون هست و برای رسیدن به این اهدافشون حاضرن که همه ملت رو قربانی بکنن. اما ملت ایران باید بدونن که اگر میخوان که با عزت، با سربلندی زندگی بکنن، باید تا سرنگونی این رژیم به این قیام ادامه بدن و در این را شاید کشته بشن، زخمی بشن، سختی ها و مشکلات رو متحمل بشن. اما انسان های با عزت و با غیرت حاضرن که بمیرند، شکنجه بشن، زندان بشن، اما ذلت رو قبول نکنن. اگر همه مردم بریزن به خیابونها و همه در مقابل این ظلم و ستم آخوندی ایستادگی بکنن، مگر اینا چقدر زندان دارن که همه مردم رو بندازن در زندان؟ چقدر گلوله دارن که همه مردم رو بکشن؟ بخوان همه مردم رو بکشن، به کی میخوان حکومت بکنن؟ آیا میتونن 80-90 میلیون رو بندازن در زندان؟ 10 میلیون رو نمیتونن زندان بکنن. اینا اینقدر نیرو ندارن که 10 میلیون رو ببرن اینها در زندان ها بندازن و از اونها مراقبت بکنن. نیاز هست که مادامی که ملت قیام کردن تا آخرش وایستن و تا سرنگونی این رژیم آخوندی و برپایی یک نظام مردمی در ایران کوتاه نیان و مقاومت بکنن در برابر ظلم و ستم این آخوندها. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام استاد. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ اسم من شبنم، از مشهد تماس میگیرم. بفرمایید خواهر گرامی. یه سوال داشتم. میخواستم بپرسم که دیشب چند تا فرکانس دیده شد. میخواستم بفهمم اینا از چه شبکه‌ای بودن که دیده شدن؟ متوجه نشدم. فرکانس دیشب فرکانس رو قطع کردیم، زیرینیش کردیم. میخواستم بگم اینا از چه شبکه‌ای بودن؟ باشه چشم، در این مورد انشالله صحبت می‌کنیم. بعد یه خواهشی دیگه هم داشتم استاد. بفرمایید. میخواستم از اون خواهش کنم که
سوره های قصاصی را خیلی تو برنامه‌تون پخش کنید توی شبکتون. انشالله، چشم، حتما انشالله. خیلی ممنون، مرسی از آقا زنده احمد، خیلی باشی. تشکر کنید. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدارت. شبکه جدیدی راه اندازی شده که در مورد قیام مردمی در ایران کلیپ هایی پخش میکنه و کلا تظاهرات مردمی رو در ایران تحت پوشش قرار میده. دوستان اگر این تصویر رو نشون بدن، شبکه ای است به نام آزادی. این هم فرکانس های این شبکه است در هاتبرد 11471، عمودی 27500 5.6، در ماهواره نایلسات 12604، عمودی 27500 7.8، در گالاکسی 12177، عمودی 23000 3.4. این فرکانس های شبکه آزادی است. شبکه مستقلی است که فقط اعتراضات مردمی رو علیه ظلم و بی‌عدالتی در ایران زیر پوشش قرار میده. دوستانی که در مناطق مختلف ایران میخواند از تظاهرات مردمی در مناطق مختلف ایران اطلاع پیدا بکنن، میتونن این شبکه رو ببینند. و احمد جان اگر بتونید فرکانس های شبکه رو، خاصا فرکانس هوتبردش رو در اسم برنامه زیرنویس بکنید تا عزیزانی که میخوان این شبکه رو داشته باشن فرکانس هاش رو یادداشت بکنن. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. استاد سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. ببخشید من داشتم دیکته دخترم رو داشتم میگفتم، ببخشید. خواهش میکنم. اسمتون رو از کجا تماس میگیرید؟ محمد یوسف هستم. بفرمایید. خب تماس ایشون قطع شد. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. آقای انصاری از محمد آقای ناز و نازنین و دوست داشتنی. سلامت باشید، بفرمایید. ممنونم استاد نازنین. با توجه به اینکه ما در این چند ساله که با حضرت عالی آشنا شده ایم، از روحیات ما خودتون آشنایی دارید، ماشاءالله روانکاویتون هم خیلی قوی است، حمد خدا. میدونید که ما از مباحثی که غیر مباحث اعتقادی ما بحثای دیگه دوست نمیداریم چیز بشیم. اینا شما تست کردی و در این خصوص من مبالغه‌ای ندارم، خودتون ماشاءالله آشناترید به خصوصیات روحیمون. این هفته جاری، همین هفته از سه‌شنبه گذشته تا امروز شب یک برنامه‌های تکراری رو می‌دیدم. حالا نمی‌دونم مال هفته گذشته بود یا دفعات قبل بود که در خصوص فراریان از احد صحبت می‌کردید. من تمایل داشتم که اگر چنانچه نظر مبارک حضرت عالی بر این باشد که در خصوص این معنا یه مقداری با حضرت عالی صحبت بکنم. اگر چنانچه براتون فرصت امشب هست و حال هوای فضای شبکه ظرفیتش رو داره که امشب یه مقدمه، و اگر نه امشب فقط یه خوشوبشی بکنم و یه حال احوالی از شما بفرمایید. آقای رضایی از فرصت استفاده کنید، در مورد صحابه که در جنگ احد فرار کردن میخواید صحبت بکنید. بفرمایید، خیلی مختصر در چند دقیقه صحبت بکنید، وقت بینندگان گرفته اگر امشب صحبت کردم جناب آقای انصاری عزیز، بعد موقع میشه مقدمه باشه برای بعد که یه فضای دیگه بازم صحبت بکنیم، یا اون ساعت همین امشب باشه؟ همین امشب صحبت بکنیم بهتره، چون حالا شاید بعضی از بینندگان هفته آینده نباشن، نبینن برنامه رو. بله. محضر مبارکتون عرض کنم که خدای متعال جل شأنه
در آیاتی از قرآن کریم در سوره انفال و در سوره بقره خدای متعال مذمت می کند و مخصوصا نهی شدید می کند و اعلام خطر می کند که در جنگ از جنگ فرار از جنگ کار بسیار ناپسندیه و میفرماد پشت به جنگ کردن رو مخصوصا خیلی مذمت کرده است و در آیه سوره بقره میفرماد اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. حالا بقیه یادم نیست که براشون اینا هیچ تخفیفی نیست، نصرتی از جانب خدا برای و لهم عذاب شدید و کسانی که چیز بکنن به این چنین کاری دست بزنن خدای عالم اینا رو به عذاب شدید گرفتار میکند. و محضر شما عرض کنم که مصداق بارز اینم که انسان حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح بدهد و دنیا طلبیش بیشتری در جنگه که در جنگ نمونه بارزش خوب انسان خودش میتونه در مرحله امتحان بذاره که الان که انتخاب کنید که آیا جان نثار کند در راه اهداف عالیه قرآن و اسلام و رسول خدا یا اینکه این حیات دنیا رو انتخاب کنه حیات آخرت رو بر حیات دنیا بر حیات آخرت. و مخصوصا حالا چون در حالت انسان ترس بر انسان غالب میشه، شیطان وسوسه میکند، فرار بعضی مواقع در جنگ ها از صحنه خطر میگریزد، مخصوصا خدای عالم جنگ احد رو از تمام این مسائل خدای عالم حواشی خالی کرده. میگه این جنگ رو ما شکست رو بر شما چیز کردیم، ما شکست رو براتون خواستیم تا در این جنگ منافق از مؤمن شناخته شود و نمونه بارز ایمان بقای در جنگ بود و کسانی که میموندند و حبیب محمد را فداکاری یاری کردند اینا مؤمنن، نشانه بارز مؤمن و دلیل نفاق فرار. و در آیاتش هم هست که حالا اگر نیاز شد تو مقطع بعدی خدمتتون عرض بکنم. و در این جنگ یه عده‌ای فرار کردن. شما از اون آیه استناد بکنید که خدای عالم میفرماد اینها را ما عفو کردیم. این عفو نیست که خدای عالم هم در دنیا و هم در آخرت بخشید. خدای عالم میفرماد ما در عذاب اینها تأخیر در عذاب کردیم، یعنی در عذاب اینها را بعد موکول کردیم. وگرنه قانون جهان شمول این است که فرار از جنگ به مجردی کسی از جنگ فرار کرد همون وقت اعدام بشه، دادگاه میگیرن، همون وقت میکشن. و خدای عالم هم خودش و هم حبیبش محمد رو فرمود که اینا عفو براشون باشد فعلا که شکست که در صفوف فشرده مسلمانان شکاف ایجاد نشود. و از این عفو ما در قرآن چند نمونه داریم که در اونها هم خدای عالم با این که مذمت میکند، لعن میکند، که بعضیا رو بعد میفرماد اینا را بخشیدیم فعلا. اما معلوم است که بخشش مال این طرف دنیاست. حالا اگر چنانچه حضرت علی استدلالات که بنده رو براش چیز قائل وقع میگذارید برش شما صحبت کنید و من آیاتی رو که بر این مسئله میتونم برش ادعا کنم خدمت حضرت علی تقدیم کنم. بحثتون رو کامل بکنید در یک دقیقه دیگه، من انشالله جواب مفصل خواهم داد. خب نه دیگه من الان چی بگم من ندونم شما حضرت علی چی میخواید بگید که یک لحظه من انشالله 77 مثلا جانم من جواب شما رو خواهم داد. پس قطع کنم یا بمونم؟ قطع کنید بهتره، چون که من جوابتون رو میدم انشالله در هفته آینده. باز اگر دوست داشتید میتونید که بیشتر صحبت بکنید. جزاک الله خیرا. من خیلی دوست دارم راجع به این مسئله جناب حاج محمد آقای انصاری عزیز یه مقداری بیشتر با هم صحبت بکنیم. چشم من الان مطالبتون رو گوش میکنم، یادداشت میکنم، ان شاءالله ضبطش میکنم، تکرار باز بخششو روش خوب چیز میکنم، تأمل میکنم و ان شاءالله من هفته آینده با شما صحبت میکنم. خدای عالم به همه شما و ما ان شاءالله الرحمن جزای خیر عنایت کنه. ان شاءالله ما را از مدافعین حریم قرآن ان شاءالله و حریم سنت محسوب بدارد ان شاءالله الرحمن. فی امان الله. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. ببینید من مختصری در مورد صفت رضا که الله سبحانه و تعالی اعلان رضایت میکنه از مؤمنین در قرآن کریم خدمتتون صحبت میکنم تا که اولا ما یعنی بدونیم که رضایت الله یعنی چی.
الله سبحانه و تعالی در سوره فتح وقتی که از مؤمنین اعلان رضایت میکنه، احمد جان اگر نشون میدی، میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا قریبا. این صفت رضایت در نزد الله سبحانه و تعالی و رضایت در نزد بشر فرق میکنه. الله سبحانه و تعالی وقتی میاد از کسی اعلان رضایت میکنه، این اعلان رضایت وقتی اتفاق میفته که الله سبحانه و تعالی از قلوب کسانی که از آنها اعلان رضایت کرده اطلاع داره. الله سبحانه و تعالی وقتی که مغفرت میکنه برای کسی، از درونه، از قلبه اطلاع داره. اگر یک منافقی بیاد هر چقدر عمل صالح هم در ظاهر انجام بده، اما چون الله سبحانه و تعالی میفرماد که فی قلوبهم مرض، در قلبهای اونها مرض است، از اونها اعلان رضایت نمیشه. یک منافق اگر در طول عمرش بیاد نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، همه اعمالش هباء منثورا، مثل گردهایی که در هوا پراکنده شده، چون الله سبحانه و تعالی میدانه که قلبهای اینها بیمار است. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قلبهایشان مرض داره، مرض نفاق. الله سبحانه و تعالی مرض قلبهای اینها رو بیشتر میکنه، در گمراهی و در کفر غرق میشن. اما مؤمنین وقتی الله سبحانه و تعالی اونها رو مغفرت میکنه، اونها رو اعلان رضایت ازشون میکنه، یک ویژگی دارن، قلبشون پاک است. اشتباه میکنن، مرتکب گناه میشن، اما قلبشون پاک است، چون الله سبحانه و تعالی از قلب اینها خبر داره. به خاطر همین صراحت میکنه به بخشیدن اینها، اعلان رضایت از اینها. ما انسان ها، یک انسانی میاد یک اشتباهی رو انجام میده، اما چون علم غیب نداریم، از قلبش اطلاع نداریم، شاید اون طرف به دروغ اومده این مثل تئاتر بازی کرده برای ما ظاهرش رو میبینیم، میبخشیم، اعلان رضایت میکنیم. اما الله سبحانه و تعالی چون از درون انسانها اطلاع داره و از آینده انسانها اطلاع داره، ما یکی از ارکان ایمانمون این است که به قضا و قدر الهی اعتقاد داریم. یعنی الله سبحانه و تعالی خبر داره که با علم خودش، با علم غیبش، که من محمد انصاری یا شما آقای رضایی تا آخر عمرمون چه اعمالی رو انجام میدیم، جهنمی هستیم والعیاذ بالله یا بهشتی هستیم، همه اینا رو الله سبحانه و تعالی میدانه. وقتی که الله سبحانه و تعالی میاد از گروهی اعلان رضایت میکنه، عاقبت اونها رو میدونه که اونها عاقبت به خیر هستن یا نیستن. از جمله 7 گناهان کشنده و هلاک کننده یکی این است که انسان در روز جهاد از صحنه جنگ در مقابل دشمن فرار بکنه. وقتی کسی از مقابل دشمن در روز جهاد، در روز جنگ فرار میکنه، مشمول همون عقابی است که گناهان کشنده‌ای که انسان رو نابود میکنه و یکیش هم فرار از صحنه جنگ است. عرض پوزش. اما در قضیه فرار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد قضیه فرق میکنه. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران از آیه 150 میبینیم که در شروع آیه میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. اول میاد ایمان صحابه رو تایید میکنه که شما مؤمن هستید. بعد از اون یک سری اوامر و نواهی رو برای صحابه بیان میکنه. ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگر که از کسانی که کافر شدن اطاعت کنید، شما را به کفر برمیگردانند، آنگاه زیان دیده برمیگردید. بل الله مولاکم، بلکه الله است مولای شما، یاور شما. و هو خیر الناصرین، و او بهترین یاری دهندگان است.
بعد از اون در مورد مشرکین صحبت میکنه که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم نار و بئس مثوى الظالمین. به زودی در دلهای کسانی که کافر شدن بیم و ترس خواهیم افکند، به خاطر اینکه چیزی را شریک الله قرار دادن که هیچ گونه دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده و جایگاه آنها آتش است و جایگاه ستمکاران چه بد است. در اینجا باز همین صحابه مؤمن را الله سبحانه و تعالی خطاب قرار میده و به اونها میگه که ولقد صدقكم الله وعده، انگامی که الله سبحانه و تعالی وعده خودش در جنگ احد رو تحقق بخشید. یعنی همه میدونیم که در اول در جنگ احد الله سبحانه و تعالی وعده‌ای که کرده بود محقق شد، صحابه پیروز شدند. بعد از این پیروزی شکست آمد. سبب شکست رو در اینجا الله سبحانه و تعالی بیان میکنه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، در آن انگامی که شما چیکار میکردید؟ آنها را میکشتید. در شروع جنگ پیروز شدید، الله وحدش رو محقق کرد، شما آنها را داشتید میکشتید. حتی اذا فشلتم، بعد از اون چی شد؟ سست شدید. و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. بعد از اینکه شما سست شدید، شروع کردید به جمع‌آوری غنیمت، با هم دیگه نزاع کردید. فرماندهتون میگفت که عبدالله ابن جبیر میگفت که نرید، پیامبر گفته که اینجا بمونید، شما از کوه اومدید پایین، به دنبال دنیا رفتید، به دنبال غنیمت رفتید. در اینجا نگفته شما کافر شدید، مشرک شدید، منافق شدید. صحابه اومدن چیکار کردن؟ گفتم پیروز شدیم، قضیه تمومه. پیامبر صلی الله علیه و آله تاکید کرده بودن برای اینکه ما بمونیم تا آخرین لحظه در اینجا. بعد از اینکه شکست خوردن کفار دیگه نیازی نیست که ما اینجا بمونیم. اومدن پایین. الله سبحانه و تعالی به این مسئله اشاره میکنه که این کار شما چی بود؟ اولا سست شدن بود، چون حرف فرماندهتون رو گوش نکردید، حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گوش نکردید. تنازعتم، در بین خودتون نزاع کردید، درگیری ایجاد کردید در آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما فرمان داده بود. و عصیتم، بعد از اون نافرمانی کردید، نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کردید. منکم من یرید الدنیا، بعضی از شما به دنبال متاع دنیا بودید که غنیمتی بگیریم از کفار. و منکم من یرید الاخره، و عده‌ای هم اونجا موندن گفتن نه ما به این غنیمت نیازی نداریم، ما طبق وعده پیامبر عبدالله ابن جبیر و تقریبا 10 نفر از صحابه موندن و گفتن نه ما به غنیمت کاری نداریم، ما تا آخرین نفس اینجا میمونیم، که همونجا شهید شدن. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، بعد از اون چیکار کرد الله سبحانه و تعالی؟ اونها رو از شما منصرف کرد. در حقیقت دوباره شکست خوردن کفار، با این وجود که میتونستن اسلام و مسلمان ها رو ریشه‌کن بکنن، اما رعبی که در قلب‌هایشان بود مانع شد. چیکار کردن؟ میدان جنگ رو ترک کردن و فرار کردن. شما این اشتباهات رو کردید، این گناه ها رو انجام دادید، به دنبال دنیا رفتید، بعضی تا به دنبال آخرت بودید، سست شدید، نزاع کردید، گناه کردید، امر پیامبر رو فراموش کردید. اما الله سبحانه و تعالی به خاطر اینکه شما چی هستید؟ مؤمن هستید. در اول صفحه چی میگه؟ یا الذین آمنو، چون مؤمن هستید ولقد عفا عنکم، الله سبحانه و تعالی از این معصیت و گناهی که شما برای خودتون ایجاد کرده بودید به خاطر نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، عفا عنکم، از شما گذشت، شما را بخشید. چرا بخشید؟ چون که والله ذو فضل علی المؤمنین، به خاطر اینکه الله سبحانه و تعالی نسبت به مؤمنین دارای فضل و بخشش است. یعنی چی؟
یعنی الله سبحانه و تعالی میخواد بگه عده‌ای از بنده های مؤمن من چون انسان هستن خطا کردن، گناه کردن، اشتباه کردن، اما من خدا چون اینها مؤمن هستن از دلهای اینها خبر هستم، به کوری چشم هر کسی که میخواد یا نمیخواد، به کوری چشم همه کوردلانی که تا روز قیامت تن وارد میکنن به خاطر این قضیه به صحابه، میگه برو سرتو بزن به دیوار، بنده نافرمان من، بنده ای که به قرآن من اعتقاد نداری، برو قل موتو به غیظکم، بمیرید با این کینه ای که دارید به صحابه. من بخشیدمشون. چرا؟ چون که من نسبت به مؤمنین دارای فضل و بخشش هستم. ولقد عفا عنکم، ای صحابه برید خوشحال باشید، در دلتون غم و اندوهی نداشته باشید. لقد عفا عنکم، بذارید منافقین هرچی میخوان بگوین، ما شما رو بخشیدیم. ای صحابه محمد صلی الله علیه وسلم، ما شما رو بخشیدیم. چرا بخشیدیم؟ چون ما نسبت به شما مؤمنین دارای فضل و بخشش هستیم. این فضل و بخشش الله سبحانه و تعالی است که شما را علی الرغم این اشتباهی که کردید به خاطر اینکه مؤمن بودید بخشید. این در آیه 152 الله سبحانه و تعالی صحابه را خطاب قرار میده، میگه رغم انف دشمنانتون شما را بخشیدیم. چون الله سبحانه و تعالی با علمش میدونه که عده‌ای هستن که تا قیامت هم همون عرفای عبدالله ابن ابی ابن سلول و منافقین مدینه و حول مدینه رو تکرار میکنن، در اونجا گفت که الله سبحانه و تعالی از شما، یعنی صحابه رو مستقیم مورد خطاب قرار داد. اینجا نشون بده احمد جان، ولقد عفا عنکم، الله شما را بخشید ای صحابه پیامبر به خاطر آن نافرمانی که کرده بودید و از جنگ فرار کردید و به دستور پیامبر عمل نکردید. چرا؟ چون شما مؤمن بودید و الله سبحانه و تعالی به دلهای شما نگاه کرد، وقتی که حقیقت ایمان رو در وجود شما یافت به شما فضل و بخشش کرد. چون الله سبحانه و تعالی میدونست که عده‌ای میان، منافقین میان، حتی بعد از 1400 سال میان میگن که صحابه فرار کرده بودن، اونا فلان شدن، این شدن و گناه کردن و خدا اونها رو نبخشید. برای اینکه الله سبحانه و تعالی تو دهنی بزنه به این افراد و مشت محکمی بر دهان کسانی که هنوز هم همان شیوه عبدالله ابن ابی ابن سلول رو تکرار میکنن و به نقش پای اونها قدم میگذارن، در چند آیه بعد در همین سوره آل عمران در آیه 155، اونجا 152 بود، اینجا در 155 چی میگه؟ ان الذين تولوا منكم یوم التقى الجمعان، به راستی کسانی از شما که در روز برخورد دو گروه مسلمان و کفار در روز چی؟ در روز احد فرار کردن، انما استدلهم الشیطان، در حقیقت آنان را نسبت به بعضی از کردار و گناهی که انجام داده بودن چیکار کرد؟ شیطان فریبشان داد. به بعد ما کسبوا، به خاطر بعضی از اعمالشون. اولین عمل گناهی که انجام دادن، چون ما یعنی اعتقاد به عصمت نداریم که صحابه معصوم بودن، اهل بیت صحابه همه گناه کردن، اما گناهشون گناه قلبی نبود، گناه درونی نبود. گناه میکردن پشیمان میشدن. طرف صحابی میاد زنا میکنه، بعد از زنا متوجه میشه گناه کبیره انجام داده، میاد پیش رسول الله میگه یا رسول الله منو پاک بکن. چون درونش پاک هست، وقتی مرتکب گناه میشه ضمیرش آرام نداره، وجدانش بیقراره، به خاطر همین میخواد که خودشو پاک بکنه، میاد میگه یا رسول الله منو پاک بکن. بعد از اون الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولقد عفا الله عنهم، قطعا، یقینا، حقیقتا الله سبحانه و تعالی از اونها درگذشته، اونها رو بخشیده. چرا بخشیده؟ ان الله غفور حلیم،
بیگمان که الله آمرزنده بردبار است. اشتباه کردن، مرتکب گناه شدن، از صحنه جنگ فرار کردن، نافرمانی پیامبر کردن، برید سرتون رو بزنید به دیوار. دشمنان صحابه، خدا میگه من اونا رو بخشیدم، به شما چه؟ شما چه کاره اید؟ گناه کردن، من بخشیدم، خدا منم، پروردگار زمین و آسمان منم، از دلهای اونها خبر دارم. یک بار خودشون رو در آیه 152 مخاطب قرار میده، میگه که برید شما رو بخشیدم. بعد در آیه 155 میگه که ما اونا رو بخشیدیم، به شما چه؟ راضی نیستید؟ میخواید خودتون رو بخورید؟ بیماری قلبتون شما رو اذیت میکنه از اینکه چرا الله سبحانه و تعالی از صحابه راضی شده، اونا رو بخشیده. بنده های نازدانه و دردانه الله سبحانه و تعالی هستند، بخشیده. در دو آیه جداگانه، یک بار خودشون رو مخاطب قرار میده، یک بار همه انسانها رو مخاطب قرار میده که ما اونها رو بخشیدیم. حالا که شما ناراحتید از اینکه چرا صحابه رو بخشیده الله سبحانه و تعالی، موتو به غیظکم، بمیرید با این کینه و بغض و عداوتی که دارید. این جواب من به شبهه‌ای بود که آقای رضایی مطرح کردن. امیدواریم که در هفته آینده اگر تشریف آوردن جواب قانع کننده‌ای در مورد این صحبت ها داشته باشن، و الا اگر موضوع دیگه رو صحبت کردن ان شاء الله همچنان پاسخ خواهیم داد. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. یه سوالی از خدمت شنونده، ببخشید میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من اسدالله هستم، از شیرمشهر تماس میگیرم خدمتتون، اصلا نباشه. سلامت باشید، بفرمایید. آقا شنونده‌تونم، این آقای رضایی که گفتن چند تا آیه اومده که رد این حرف شما، میشه اون آیه هم نشون بدید؟ بفرمایید، مثلا کدوم آیه؟ خود آقای رضایی آدرس دادن و میخواستم همین رو به جوابش هم تونم بدین. آقا من در شروع صحبتام ذکر کردم که الله سبحانه و تعالی از جمله گناهان کبیره‌ای که انسان را هلاک میکنه یکیش این است که در روز جنگ، در روز جهاد انسان از صحنه جنگ فرار بکنه. این یک اصل است، چه برای صحابه چه برای غیر صحابه. منتها الله سبحانه و تعالی میاد استثناء میکنه کسانی رو که در روز جنگ احد فرار کردند، ما اونها رو بخشیدیم. مثل این که من به زبان ساده تر بگم شما متوجه بشید، در کشور ایران مثلا قانون اساسی است که آقا اگر کسی اومد مثلا آدم کشت، باید چی بشه؟ دیه بده، اعدام بشه، درسته؟ اما رئیس جمهور یا رهبر میاد میگه که آقا این آدمی که مثلا این جنایت رو انجام داده ما بخشیدمش، اولیاء دم هم بخشیدن این رو. بعد یکی دیگه بیاد بگه که نه در قرآن گفته که اگر کسی رو کشت باید شما بکشید. نه، اینجا استثناء قرار گرفته، ولی امر یا رهبر یا رئیس جمهور یا کسی که حاکم است طرف رو بخشیده. در اینجا قضیه خیلی بالاتر از این چیزاست. حاکم دنیا، خالق همه بشریت، الله سبحانه و تعالی صریحاً در آیه 152 و 155 میگه که ای یا ایها الناس، ما اینها را بخشیدیم. اشتباه کردن، از درونشان آگاه شدیم، دیدیم انسان‌های مؤمن هستن، اینا را بخشیدیم. آقا از اون نبودن که به جنگ برگشتن دوباره آقا؟ بله؟ بهشون بودن که مثلا و در هیچ آیه از آیات قرآن کریم الله سبحانه و تعالی نگفته که یا ایها الناس، کسانی که در جنگ احد فرار کردن ما اونها رو عذاب میدیم، ما اونها رو به جهنم میندازیم، ما اونها رو نمیبخشیم. اگر همچین آیه‌ای در قرآن وجود داره بفرمایید تا ما در موردش صحبت کنیم. من خدمتتون میگم که حتما اونا میگه که برگشتن باز بزن، نه اون کسایی که فرار کردن تا 3 روز بعدم نیومدن. کی مثلا فرار کرد تا 3 روز بعد نیامد؟ مثلا کی فرار کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم
پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که با صحابه به طرف کوه احد عقب نشینی کردن، در میان صحابه همینایی که شما بد میبینین بودن. ابوبکر در کنار پیامبر بود، عمر در کنار پیامبر بود، طلحه در کنار پیامبر بود، زبیر در کنار پیامبر بود، علی در کنار پیامبر بود. کیه اون کسایی که فرار کردن اصلا نیومدن؟ و آیا در قرآن کریم گفته که آقای رضایی یا جناب شیعه اونایی که فرار کردن 3 روز بعد اومدن یا نیومدن، یا این دروغایی که مثلا شما نسبت میدید به صحابه ما اونها رو نبخشیدیم؟ در کجای قرآن گفته؟ شما نمیگید آقا فرار کرد، یه دشون فرار کردن دیگه. آقای محترم فرار کردن در کجای قرآن گفته که اینایی که فرار کردن ما نبخشیدیم؟ دلیل اگر از قرآن دارید بفرمایید، آیه سوره بفرمایید اسمشو. اگر ندارید با شما خداحافظی میکنیم. حرف ببینید بیننده گرامی، خواهش میکنم ما اینجا بحث علمی و منطقی داریم. اگر دلیل و مدرک دارید بفرمایید و الا باهاتون خداحافظی میکنم. والا فرار کردن و من نمیبخشم و فلان نمیبخشه، نه این حرفا نیست. آقا دلیلش واسه براتون میگم، سر اجازه نمیدی آقا. بفرمایید. کدام سوره؟ کدام سوره؟ اجازه همیشه که نمیشه قرآن استنباط کرد که کسایی که بین خدا و رسول جدایی بابا جان وقتی که آقای محترم وقتی که ما کان للمؤمنین ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ای کسانی که ایمان دارید، ای مؤمنین، بدانید که شما مؤمن نمیشید، مسلمان واقعی نمیشید الا مگر اینکه بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی امری رو صادر کرد و رسولش امری رو صادر کرد شما بگید والله ما نظرمون این است و فلان است، اگر اینطوری بشه بهتر است. این انسان، این فکر شما، این حرف شما حرف یک مسلمان نیست. الله میگه که من بخشیدم، شما میگید که همه چیزو نمیشه از قرآن استنباط کرد. عجب. آقا ما داریم میگیم بخشیدن، آقا ما که نمیگیم نه، ما میگیم مثل همون عفی که شما میگید یکی کشته، مثل این است که بعد همون شخص همون ارتباط که یه آدم سالم داره رو بهش بدن. مگه میشه کسی که از زنگ فرار کرده یه روزی بتونه قدرت مملکت بشه؟ کسی که ترس تو دلشه نمیتونه بشه. ما اینو میگیم، شما چیز دیگه میگید. ما میگیم خدا بخشید. یک لحظه آقای محترم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مگر از صحنه جنگ به دامنه کوه احد عقب نشینی کردن یا نکردن؟ بله. خب پس در اینجا اگر یک کافری بیاد، یک یهودی، یک نصرانی بگه ای مسلمانان شما عجب پیامبری دارید که از صحنه جنگ عقب نشینی میکنه میره پشت کوه پنهان میشه؟ عزیز این تاکتیک زنجی این حرفو نزن آقای انصاری. آقای محترم ببین این اگر قرار باشه بر اساس منطق شما، اگر باشه من نظامی ام آقای محترم اگر بر اساس منطق شما ما بخوایم صحبت بکنیم، خب این اشکالم وارد میتونه بکنه یک انسان. میگه که شما چطور پیامبری داشتید که صحنه جنگ رو ول کرد رفت پناه برد به دامنه کوه احد؟ جوابش تاکتیک زنجیه آقا. تاکتیک این چه حرفی شما میزنید؟ آقای محترم پیامبر طبق همه مصادر شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که عقب نشینی کردن به دامنه احد در کنارشون ابوبکر بود، عمر بود، طلحه بود، زبیر بود، بقیه صحابه بودن. حالا مشکل شما کجاست من متوجه نمیشم. کیو فرار کردن؟ وقتی که آقای محترم شما مشکلتون اینه که از سیرت بیخبرید. آقای محترم وقتی که صحابه از دامنه جبل الرمات یا اون کوهپایه کوچکی که در کنار کوه احد بود، وقتی که از اونجا اومدن پایین این موقعیت استراتژیک رو رها کردن، خالد ابن ولید با 200 نفر از سواران قریش از پشت این کوهپایه حمله کردن، از پشت بر سپاه اسلام. سپاه اسلام در حال پیشروی بود، داشت تعقیب میکرد مشرکین رو. یهو دیدن که از پشت سر سوار نظام قریش دارن حمله میکنن. در اینجا عده‌ای چیکار کردن؟ عقب نشینی کردن، عده‌ای با همدیگه درگیر شدن. صحنه جنگ در 1 ثانیه عوض شد.
مسلمان ها در بین منگنه قرار گرفتن، از پشت سوار نظام و از جلو کسایی که فرار کرده بودند دوباره برگشتن. در اینجا بود که وضعیت به نفع مشرکین تغییر کرد، صحابه پراکنده شدند، حتی به اندازه وضعیت جنگ دگرگون شد که بعضی از صحابه ندانسته همدیگر رو میزدن، همدیگر رو میکشتن. اینجا بود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه صحابه پراکنده شدن، بعضیاشون حتی به حدی رسید که به طرف مدینه عقب نشینی کردن یا به اصطلاح شما به طرف مدینه فرار کردن. در بین راه یکی از صحابه وقتی که از جریان احد اطلاع پیدا کرده بود، از مدینه به طرف احد داشت می اومد. گفت کجا دارید میرید؟ گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شدن در جنگ، شهید شدن، نیازی نیست دیگه، همه چیز تموم شد. این صحابی چی میگه بهشون؟ میگه که مادامی که رسول الله کشته شده شما برای چی زنده اید؟ برگردید، وقتی پیامبر کشته شده شما هم کشته بشید. این بود که صحابه دوباره برگشتن و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ندا کردند که منم محمد، من کشته نشدم، من زنده هستم. همین بود که صحابه دوباره در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند. بعد از اون فرار جمع شدند و با رسول الله صلی الله علیه و سلم به دامنه کوه احد عقب نشینی کردند. مشرکین فرصت رو غنیمت شمردن، گفتن همینقدر که از اینا کشتیم، حمزه رو کشتیم و چند نفر از بزرگان مصعب بن عمیر و غیره رو کشتیم، دیگه کافیه، بریم فرار کنیم. مشرکین عقب نشینی کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره از کوه اومدن پایین. اونایی که شهید شده بودن اونا رو دفن کردن، اونایی که زخمی شده بودن اونها رو انتقال دادن به مدینه. بعد از این همون صحابه‌ای که به قول شماها فرار کردن از احد، همونا دوباره در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم سپاه مشرکین رو تا حمر الاسد منطقه‌ای است در نزدیکی مدینه تعقیب کردند. ابو سفیان میخواست دوباره برگرده، اما وقتی که اطلاع پیدا کردن از اینکه سپاه اسلام دوباره جمع کردن قوت‌های خودشون رو، نیروهای خودشون رو، دوباره به طرف مشرکین حمله کردن، دیگه برنگشتن و فرار کردن و همین بود که جنگ احد پیروزی دیگری برای مسلمان‌ها در تاریخ اسلام ثبت شد. علی الرغم شهادت، علی الرغم زخمی‌ها، علی الرغم اون مصیبتی که بر مسلمان‌ها وارد شد، اما جنگ احد پیروزی بود، نه شکست، زیرا کفار به اون هدفی که داشتن که ریشه‌کن کردن اسلام بود نرسیدن. بفرمایید. آقای انصاری، خب عزیز دلم، منم همینو میگم به شما، میگم این عفی که خدا گذاشته مال همون افرادی که برگشتن به جنگ، نه اون آقای محترم که تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم از شما. من نمیدونم شما با چه زبانی دارید، با چه منطقی دارید صحبت میکنید. تشکر میکنم ازتون. صحبت دیگری دارید؟ آقا من همین سوال من تا آخر امشبم که بشه شما باید همین سوال من دارم بازم. آقا ببینید الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. تو اونها را بترسانی، حقیقت را برایشان بیان بکنی یا نکنی، آنها ایمان نمی آورند. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اینها کور هستند، کر هستند، لال هستند، چشمانشون رو پرده نفاق و کفر گرفته. حکایت شما مانند حکایت همین هاست. من تا صبحم اگر سیرت پیامبر رو، حقایق قرآن رو، حدیث رو بیان بکنم، شما همون میگید که میگن داستانی بود سر شب تا صبح داشتن در مجلسی داستان لیلی و مجنون میگفتن. نزدیکای دمدم صبح بود، یکی بلند شد مثل شما از اون گوشه مجلس گفت این لیلی مرد بود یا زن؟ آقای عزیز، آقای انصاری، چه به جای این اهانتایی که داری میکنی فقط جواب درست بده. ببین عزیز، من که نمیگم خدا نبخشید، شما داری میگه همه رو بخشید، من میگم خدا اون عده‌ای که شما رو شما ببینید آقای محترم، آقای محترم فلسفه نگو. خدا عده‌ای رو بخشید. یک لحظه آقای اسدالله، خداوند عده‌ای رو بخشید، عده‌ای رو نبخشید. دلیلت هست کجاست؟ دلیل هم از اینکه انهم میگه چی؟ یعنی یه عده‌ای کبی بودن. تو قرآن هم میگه که تو آیش میخونه، شما همین آیش خوندی من یادم رفت، میگه من اونایی که اومدن در آیه 152 میگه انکم از شما، در 155 میگه انهم از آنها.
کجا گفته عده خب اندکی؟ شما چطور میگو همه شما چطور میگو همه حسابه اون عده را میشده عنکم؟ کجا شما گفته که همه رو عده‌ای رو نگفته بخشید خدا. عده‌ای رو نبخشید؟ بابا جان در آیه 152 میگه که عنکم از شما، در آیه 155 میگه عنهم از آنها. شما میگید عده‌ای رو بخشید عده‌ای رو نبخشید؟ احسن. دلیل خب همون عده‌ای که برگشتن شدن عنکم، به قول شما یه عدهشون 3 روز بعد پیدا شدن. اینا به قول شما نه به قول من، به قول شما نه به قول من، به قول شما. من همچین حرفی نزدم. به قول شما چرا دیدی آیه داری میخونی دیگه؟ من دارم میگم خدا در آیه نگفته. در کدوم آیه؟ در کدوم آیه گفته که تعدادی رو بخشیدیم تعدادی رو نبخشیدیم؟ آیه اسم سوره، شما بگو گفت همه شماره آیه. شما نشون بده که گفت همه ثواب. عزیز آقای انصاری شما نشون عجبه. من ببینید شما حکایت شما خیلی جالبه. همه مردم، همه ملت الان دارن میبینن که ما در شب داریم برنامه زنده میریم در شب. الان ایران تاریک، افغانستان تاریک، تاجیکستان تاریک، دنیا تاریک، الان نصف کره زمین تاریکه. شما پاشو از ایران به من زنگ بزن بگو آقا ثابت بکن که شب تاریکه. خب بابا جان من میگم کوری چشم نداری، تاریکه. خداوند میگه ما بخشیدیم. ای صحابه شما رو بخشیدیم. یا ایها الناس ما صحابه رو بخشیدیم. شما میگید که نه تعدادی رو بخشیده. خب این تعدادی رو که بخشیده آقا کجا گفت همه صحابه؟ کجا گفت همه صحابه؟ آقای محترم خداوند وقتی که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، این مؤمنین کیا بودن؟ خمینی و دار دستش؟ حتما شما نه شما حتما بگین همین که از پشت حمله کرد ولید ابن خالد ابن ولید هم بود. حتما ابو سفیان هم جزشونه. بله خالد ابن ولید مسلمان شد. خالد ابن ولید مسلمان شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش مدال دادن، گفتن سیف الله المسلول، شمشیر برهنه خدا. میخواید شما قبول بکنید، میخواید قبول نکنید. همین صحابه‌ای که ایمان آوردن مسلمان شدن، همین حضرت علی طبق روایت‌های خودتان به پیغمبری رسول خدا شک داشت. طبق روایت‌های خودتون صحابه قبل از اینکه ایمان بیارن، قبل از اینکه مسلمان بشن، بله لعنت خدا به کسی که بگه علی شک داشت. لعنت خدا بر علی. آقای محترم عصبانی نشید، عصبانی نشید. این روایت ها در کتاب های خودتون است. برید سطاش خال آقا، برید سطاش. عجب آدم بی معرفتی تو هستی، به خلیفه خودت. آقای محترم توهین نکن. من از شما دلیل میخوام. شما میگید که بعضیا فرار کردن بعضیا فرار نکردن. حالا که دلیل از کتاب خودتون میخوام براتون نشون بدم، بعد میاد میگید که والا اینو بده صد لاشخال. من آقای محترم یک لحظه این کتاب دوستان نگاه کنن. این کتاب ما نیست. سعد سعود للنفوس از ابن طاووس، یکی از استوانه های مذهب شیعه اثناعشری است. اینم شناسنامه‌اش که این کتاب در ایران چاپ شده. ما هم چاپ نکردیم، نه وهابی‌ها چاپ کردن نه سعودی‌ها. اینم ردمکش از کتابخانه ملی ایران. در اینجا در صفحه 345 وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میخوند، علی ابن ابی طالب علیه السلام اومد و این بعد از اسلام خدیجه به 3 روز بود. 3 روز بعد از اسلام خدیجه. فقال ما هذا یا محمد، ای محمد داری چی کار میکنی پایین و بالا میری؟ فقال هذا دین الله عز وجل فهل لك فی، این دین خدای عز وجل است ای علی، میایی که ایمان بیاوری به این دین؟ فقال ان هذا الدین یخالف دین ابی و انا انظر فی. علی چی گفت به پیامبر؟ گفت این دین مخالف دین پدر من هست. اینجا ثابت میشه که هم علی کافر بوده هم ابو طالب پدرش کافر بوده. گفت که این دین مخالف دین پدر من هست. یک لحظه گوش کن. این روایت از ما نیست، روایت از خودتون است. و انا انظر فی، بذار که من در موردش فکر بکنم. یک لحظه من رو هولد بگذارم، سر صدا نکنی. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انظر واکتم یا علی، انظر و اکتم علیه، ای علی این رو در موردش فکر بکن و پنهان بکن.
فکتم علیه یومه. اون روز علی پنهان کرد و بعد از اون ثم آتاه فآمن به و صدقه. بعد از اون علی اومد به پیامبر ایمان آورد. طبق روایت های کتاب های خودتون علی هم کافر بوده، ابو طالب پدرش هم کافر بوده، به دین محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نداشتن. بابا این تن در علی نیست، اعصابتون خورد نشه. تن در علی نیست، بلکه این فضیلت است برای علی. علی کافر بود، علی مؤمن نبود، اما بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم اونو دعوت کردن ایمان آورد. بابا خدیجه مؤمن نبود، ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص همه اینها کافر بودن، مؤمن نبودن. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوتشون رو علنی کردن، بعضیاشون بعد از علنی کردن دعوت، بعضیاشون مخفیانه اومدن ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مطلب در کتابای خودتونه. بفرمایید بیننده گرامی، حرف دیگری دارید؟ آقای انصاری این حدیث رو نه سند براش آوردی، هر یه ردیفی خوندی یا رفتی، اینا شبههایی بود که برای شما آوردن که این شبهه رو شما پرتاب بکنید. آقای محترم این کتاب ماست یا کتاب شما؟ ابن طاووس عالم ماست یا عالم شما؟ آقای عزیز این اولین کسی که پیامبر ایمان رو علا گفته شما چون بچه بوده قبول نیست، علی بوده. وقت شما اینو میاری ادب آدم بی‌فکر شما. تشکر میکنم آقای محترم. شما دیگه شروع کردید میگه قافیه چو تنگ آید شاعر به جفنگ آید. شما دیگه کم کم دارید به اون سمت و سو میرید. من تشکر میکنم از شما. امیدوارم بیننده گرامی وقتی که حرفی میزنید دلیل و مدرک داشته باشید. ببینید من با دلیل و مدرک میام در مورد صحابه صحبت میکنم که الله سبحانه و تعالی اونا رو بخشیده. شما میاد توهین میکنید نه اونا رو نبخشیده، بعضیاشون رو بخشیده بعضیاشون رو نبخشید. چیه مگه شما از عرش الهی عز بالله اومدید و خبر دارید از آنچه که الله سبحانه و تعالی در مورد صحابه حکم کرده؟ وقتی که دلیل و مدرک ندارید حداقلش اینه که باید ساکت بشید، حرف نزنید. وقتی که دلیل از کتاب‌های خودتون میارم شروع میکنید به فحاشی که فلان است و علان است. آقای محترم این حرف در کتاب خودتون هست. نه ما این کتاب رو چاپ کردیم، نه ابن طاووس لعنتی رو قبول داریم، بلکه این عقیده من مسلمان سنی هست که سیدنا و حبیبنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، امیر مؤمنان، حیدر کرار، داماد رسول الله، همسر فاطمه زهرا سیدة النساء العالمین، سردار و سید اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اولین جوانی بود که به رسول الله ایمان آورد. این عقیده من مسلمان است. اما عقیده علمای شما و استوانه های مذهب شما این نیست. میگه علی اصلا شک داشت در دین پیامبر، اعتقادی به پیامبر نداشت. پیامبر داشت نماز میخونه، اومد گفت چی کاری داری میکنی؟ زورتون میاد نه؟ من از کتابای خودمون نیاوردم، کتابامو این چیزا رو نمینویسن، از کتابای خودتون آوردم. چون شماها علمایتون کلینی و مجلسی و ابن طاووس و هلی و مضر و مفید و اینها دشمنان دینن، دشمنان محمد مصطفی، دشمنان اهل بیت، دشمنان صحابه. در مورد همین علی ابن ابی طالب بارها از کتابای خودتون نشون دادم که علی رو به الاغ تشبیه کردن، به پشه تشبیه کردن، به مگس تشبیه کردن، به کلاغ تشبیه کردن، به زنبور تشبیه کردن. چه توهین هایی که نبوده به سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه زدن. برید کتابای خودتون رو مراجعه بکنید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. وصال حقه؟ وصال حق، بفرمایید. من خیلی وقت پشت تلفنم قربان میگیرم. من عذر میخوام از شما، تراکم تماس هاست، تقصیر من نیست. اولا که درود میفرستم برای شما، بعد یه خواهش که ازتون دارم اینه که وقتی صحبت میکنیم میبینید در اون حد و اندازه نیست، اجازه ندین صحبت بکنن. چشم، حتما انشاءالله. این یه طرف قضیه دیگه این که وقتی شما آیه قرآن رو براشون میخونی درک این مسئله رو ندارن. یعنی در اصل قضیه با خدا دارن مخالفت میکنن، با آقای انصاری مخالفت نمیکنن، دارن با خدا مخالفت میکنن. درست. درک رو نداره، این فهم رو نداره، این شعور رو نداره. میگه من نظامی هستم. آقا وقتی شما به فرمان میدی به
سرباز زیر دسته یک وقت فرمایش میدی کاری انجام میده یه خطایی رو میکنه چیکارش میکنی؟ نهایتا یه تنبیهش میکنی، نگاه میکنی ببینی این خطایی که کردی تا چه اندازه هستش، تا چه درجه هستش، یا میبخشیش یا تنبیهش میکنی یا اخراجش میکنی. بعیده، من تعجب میکنم. یکی از آقایون حرف خیلی قشنگی داره بود، برگشته بود گفته بود که انسانو از نظر رنگ نمیتونن گول بزنن. مثلا شما یه رنگ قرمز هست، یه رنگ سبز هست، یه رنگ سفید هست، اگه به شخصی بگی تشخیص اینا رو میده، درست؟ اما درست همین فرد و عقلش میتونن بدزدن، میتونن گولش بزنن، میتونن بیچارش بکنن. درست. من تعجب میکنم اینا آقای انصاری با شما مخالفت نمیکنن، اینا دارن با خدا مخالفت میکنن. خدا میگه ما این کتاب فرستادیم برای هدایت شما. بعد آقای رضایی از اصفهان زنگ میزنه، میاد صحبت میکنه، میگه اینا منافق بودن. حرف ایشون اینه، میخواد بگه اینا منافق بودن. درست. خب وقتی شما بعد از طرفی، حالا شما عذرخواهی کردید، من کوچکتر هستم، چون شما استاد بزرگ هستید، رسانه دست شماست و امثال شما که امیدوارم خدا عمر با عزت بده و شما رو پایدار و استوار تو این راه قرار بده و برای بیداری مردم و برای بشر فرق نمیکنه. انسان باید عشق بورزه به مردم، هدایتشون بکنه. یکی جبره، یکی بهاییه، یکی مسیحیه، یکی یهودیه، فرق نمیکنه، همه انسانه. من چه شرط بلاغت باتون میگویم، خواه پنگی خواه ملا. آقا اینقدر تو 10 دقیقه وقتت گرفتی، آخر سر دادی من لعنت میکنی، از کتاب خودشون هم داری میخونی، بازم قبول نمیکنی، چشمش هم به تلویزیون، کتابم داره میبینه، سفرم داره میبینه، سطرم داره میبینه، بازم این کار میکنه. خب این نشون بده که عناد دارن، مریضن. و به قولی معروفی که از دوستان عنوان میکرد، خیلی معذرت میخوام، من نمیخوام واسه آزردگی بینندگان بشم، واقعیت امر وقتی انسان نگاه میکنه میگه این مش انگلن. از اون رو بزرگاشون بگیر، از صدشون بگیر، از بزرگاشون بگیر تا اون پایین، اینا انگل هستن. ببینیم به سر مردم در این 40 سال چی آوردن، چی کار کردن، شخصیت انسانی رو خورد کردن. منم بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، خوشحال شدم. امیدوارم که موفق باشید و خدا یاریتون بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله متعال استون کنه. ببینید، یعنی مشکل این جماعت این است که قرآن نمیفهمن. همین آقایی که با هم بحث میکرد، آقای اسدالله، من یقین دارم اگر یک بار قرآن رو با ترجمه از اول تا آخر میخوند اینطوری صحبت نمیکرد. ما در همین ادامه همین آیات 152 155 تا 160 165 170 الله سبحانه و تعالی میاد ادامه قضیه رو بیان میکنه. در آیه 166 الله سبحانه و تعالی میگه که و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنین، آنچه که در روز احد بین شما اتفاق افتاد این از طرف الله سبحانه و تعالی بود. به خاطر چی بود؟ به خاطر اون نافرمانی که کردید، به خاطر اون اشتباهی که کردید در اونجا. برای چی بود؟ برای اینکه مؤمنین رو معلوم بداره. حالا در ادامه میگیم که آیات بعدی منافقین مثلا اومدن الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. منافقین اومدن چی گفتن؟ اگر این مسلمان‌ها با ما می نشستن تو مدینه، اونجا با پیامبرشون نمی رفتن در احد، کشته نمی شدن. در اینجا الله سبحانه و تعالی میاد قضیه کشته شده های احد رو بیان میکنه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. شما فکر نکنید، گمان نکنید کسانی که کشته شدن اون روز در جنگ احد اینها مردند، بلکه اینها زندند و در نزد پروردگارشون روزی میخورند. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها خوشحال هستند با آنچه از نعمت فضل و کرمی که الله سبحانه و تعالی به ایشان داده و به
کسانی که بازماندگان اونها هستند، دوستانشون، صحابه دیگری که موندن شهید نشدن، اینها دوست دارن که به اونها این پیام برسه که الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اینها نه دیگه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند. یستبشرون بنعمت من الله و فضل، اینها بشارت میدن، شادمانند با اون نعمتی که الله سبحانه و تعالی از فضلش به آنها داده. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و الله سبحانه و تعالی اجر مؤمنین رو ضایع نمیکنه. بعد از این الله سبحانه و تعالی همون ادامه صحبت هایی که در مورد احد گفتم که صحابه بعد از اون همه زخمی و شکستی که در احد در ظاهر نصیب صحابه شده بود، بدنهایشون بعضی از صحابه میگه 70-80 ضربه شمشیر و نیزه در بدنش بود. کشان کشان اینها رو 2 نفر از زیر بغل زخمی ها گرفته بودن، اینها رو میکشوندن که یک بار رسول الله صلی الله علیه وسلم آماده باش عمومی صادر کردن. خبر رسید که مشرکین دوباره جمع شدن، میخوان بیان مدینه، میگن که ما عجب اشتباهی کردیم، باید کار محمد و یارانش رو یکسره میکردیم، وسط کار ول کردیم، اومدیم برگردیم که کار رو یکسره بکنیم. وقتی این خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، صحابه رو جمع کردن، آماده باش عمومی صادر شد. همه زخمی های احد بلا استثناء همه زخمی بودن، کسی سالم نبود، همه جمع شدن. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم همه لباس رزم پوشیدن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد خونهشون شدن، سلاحشون رو می‌خواستن بگذارن که حضرت جبرئیل اومد، ای محمد، گفت می‌خوای سلاحتو بگذاری؟ ملائکه هنوز سلاحشون رو نگذاشتن، مشرکین دارن میان، آماده بشید برید به جنگ اونها. همون صحابه‌ای که زخمی بودن، خون از بدنشون جاری بود، همینا دوباره لباس رزم پوشیدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیامبر امر کردن که هیچ کس غیر از اونایی که در روز احد با ما همراه بودن کسی دیگه با ما همراه نشه، چون این امتحان بود. و اینجا مدال رو ببینید که الله سبحانه و تعالی به سینه تک تک صحابه‌ای که در احد بودن، به سینه این احدی ها میزنه الله سبحانه و تعالی مدال ایمان، مدال شجاعت، مدال تقوا رو بهشون چی میگه؟ الذين استجابوا لله والرسول، کسانی که اجابت کردن ندای الله و رسولو، من بعد ما اصابهم، بعد از آن شکستی که در اونجا خورده بودن، بعد از اون زخمهایی که برداشته بودن، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اون زخمها و جراحتهایی که به اونها رسیده بود، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، برای اونهایی که نیکی و پرهیزگاری کردن پاداش بزرگی است. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. ببینید الله سبحانه و تعالی چگونه وصف میکنه. اومدن گفتن ای محمد، ای اصحاب محمد، مشرکین با همون قوتشون، نیروشون دوباره جمع شدن، دارن میان به طرف شما، میخوان شما رو ریشه‌کن کنن. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بترسید، فرار کنید، دارن میان مشرکین، دارن میان کفار. چی شد؟ فرار کردن؟ ترسیدن؟ بزدلی نشون دادن؟ نه خیر. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. ایمانشون افزون شد، گفتن که الله ما را کافی است، الله ما را بهترین حامی است، حامی ما الله است. حسبنا الله و نعم الوکیل. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. میگه بعد از این کاری که کردن صحابه، با وجود اون مشکلات سختی ها، بلند شدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، رفتن کفار رو تعقیب کردن، جلوی حمله اونا رو گرفتن. پس با نعمت و فضلی از طرف الله سبحانه و تعالی از حمراء الاسد برگشتن، هیچ آسیبی به اونها نرسید، زیرا مشرکین تا دیدن که محمد صلی الله علیه و سلم و اصحابش به طرف اونها حرکت کردن، با وجود زخمها، با وجود جراحتها، با وجود خونی که از بدنشون جاری بود، فداکاری کردن و با رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه شدن. 10 کیلومتر راه رو پیاده رفتن تا حمراء الاسد،
تا جایی که مشرکین در اونجا تجمع کرده بودن. وقتی ابو سفیان شنید که این صحابه زخمی از مدینه بلند شدن با پیامبر دارن میان به طرف اونها، رعب و خوف و وحشت در دلهای اینها مستولی شد، همشون فرار کردن. اینا صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. الله سبحانه و تعالی اونها رو ستایش میکنه، به اونها مدال میده، تقدیر میکنه از اونها. اما یک عده شاگرد عبدالله ابن سبی یهودی، شاگرد عبدالله ابن ابی ابن سلول، 1400 سال تا الان هم همون حرفایی رو که اون منافقین میگفتن در صدر اسلام، همون حرفا رو دارن نشخوار میکنن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر عزیز آقای انصاری، شب بخیر. شب شما بخیر ابو اسماء عزیز، بفرمایید. قربانت. والله حیف آقای انصاری وقت خودت با اینا مشغول میکنی. آقا اینا قرآن بلدن، قرآن قبول دارن. همونا که والله همونا ابو اسماء عزیز صدای شما واضح نیست، اگر تلفن رو کمی دورتر بگیرید. من عذر میخوام، شما لطفا دوباره تماس بگیرید، صدای شما اصلا واضح نیست، تلفنتون تماسون اشکال داره. احمد جان اگر دوباره تماس گرفتن ایشون رو بدون نوبت وصل کنید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. استاد سلام علیکم، حسن باشید. سلامت باشید، بفرمایید. من جلوترم زنگ زدم، تلفنم شارژم تمام شد. به عرض معذرت سلام عرض میکنم به تمام بیننده های عزیز شما. سلامت باشید. عرض به حضورتون که این بنده خدا آقای رضایی رو شما اولا که نباید اجازه بدید باهاتون تلفنی صحبت بکنه. اینا از اون منافقایی هستن که اینجا یه چیزی میگه، شبکه ولایت یه چیز دیگه. اگه اینا جرأت دارن، شهامت دارن، غیرت دارن، مثل اون چوپان دروغگو که اصلا نداره، باید اینا بیان تصویرشون رو مردم ببینن چجور آدمایی هستن، شخصیتشون رو مردم بشناسن که اینا دروغگو نیستن، درو نیستن. واقعیتش میخوان یه چیزی رو ثابت بکنن یا میخوان یه چیزی یاد بگیرن که نمیتونن یاد بگیرن. یعنی به قول مفهوم آیه شریف هست که در قلب اینا قلب زده شده، درست. اصلا یاد نمیگیره. و این آقای اسدالله هم که دیگه باید در ایمانش تجدید نظر بکنه، باید تشهد بگه و همینطور که گفت به آیه قرآن که نمیشه همه چیز رو به آیه قرآن چیز بکنه. وقتی که شما به کلمه قرآن کریم اگه ایمان نداشته باشید پس شما کافرید. شما چجوری میگید که مثلا آیه قرآن نمیشه استدلال کرد؟ بعد آقای انصاری میاد برای شما از کتاب معتبر تشیع نشیه تشیع میاره استدلال میکنه به اون روایت. شما میگید نه این روایت رو باید بندازی آشغال، در حالی که خودت داری با زبانت میگی بندازی آشغال. از این معلومه که دین و مذهب تشیع پر آشغاله. آره استاد انصاری سلام برسونید به دوستا، علیکم احمد آقا، به همه بزرگوارا. سلامت باشید. از که وقتتون رو گرفتم میبخشید. یه سوال فنی داشتم که میخواستم بپرسم. هفته قبل برنامه‌تون تکراری بود؟ بله هفته قبل من کمی بیمار بودم، حالم خوب نبود، به خاطر همین برنامه تکراری بود. انشالله که خداوند برای شما همیشه عمر، صحت، سلامت و عافیت نصیب کنه. انشالله که سلامت این پرچم توحید اسلام را در هر حال در هر لحظه برافراشته نگه دارید. سلامت باشید. زنده باشید. التماس دعا بکنید برای ما هم. زنده باشید. تشکر از شما. خداحافظ شما. خدا نگهدارتون. سری بزنیم به صفحه فیسبوک. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که پیام فرستادن، کامنت گذاشتن. از عزیز برادر عزیز حزیزوتک، از آقا محمد اسماعیل، از وطن دوست، از آقای رحمانی، آقای صدیق،
از محمد انور، از خلیل. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان. آقای ولیزاده نوشتن که آقای انصاری متاسفانه نمیگذارید نفر صحبت کند، انصاف نبود. من بینندگان شاهد هستن که مادامی که تماس گیرنده یا بیننده مخالف در چارچوب موضوع صحبت بکنه من بهش وقت کافی میدم. اما اگر بخوایم برادر عزیز آقای ولیزاده، اگر بخوایم که اجازه بدیم به این آخوندا که مفتوح صحبت بکنن در مورد هر چیزی که میخوان، در 5 دقیقه میاد 10 تا شبهه مطرح میکنه که هر شبهش 1 ساعت نیاز داره که من باید در موردش توضیح بدم. به خاطر همین یک دروغ که گفت، من در همون دروغ ایشون رو نگه میدارم تا که به یک نتیجه برسیم. و تا امروز من فکر نمی کنم غیر از آقای حسینی از مشهد که یک موقع تماس میگرفت، بعد اینکه صحبتی میشد میگفتیم خب حرف ما درسته، حرفتون اشتباهه، ایشون اولین آخوندی بود که میگفت بله حالا بریم رو موضوع دیگه. اما تا حالا ندیدم غیر از ایشون آخوندی بیاد بگه که آره من به این نتیجه رسیدم که حرفش اشتباه بوده. نه، اینا همین اصرار میکنن بر کفر و خزعبلاتی که بهش اعتقاد دارن. بر صورت تشکر میکنیم از شما. آقای عبدال نوشتن که تا قیامت هم سیرت پیامبر بگین جاهل ها نمیفهمن. اینا اصلا سیرت ندارن. یعنی من بارها گفتم شما تصور بکنید یک شیعی بیاد سیرت پیامبر بنویسه. اون کتابای سیرت هم که نوشتن از اول تا آخرش چیه؟ صحابه اومدن برای پیامبر توطئه کردن، ابوبکر و عمر اومد به ظاهر اسلام آوردن، صحابه دشمن پیامبر بودن، پیامبر همیشه داشت در بین یک عده منافق زندگی میکرد، فقط تنها مسلمانی که وجود از حضرت علی بود و این حضرت علی هم یک انسان خارق العاده که نه انس است و نه جن است جلوه دادن. چی میخوان در سیرت بنویسن اینها؟ سیرت پیامبر ایمان صحابه است، شجاعت صحابه است، جهاد صحابه است، رهبری رسول الله صلی الله علیه و سلم بر عده مؤمن مجاهد پرهیزگار است که اسوه و الگو بودن برای تاریخ. شیعه میخواد بیاد اینو بنویسه؟ اینو نمی نویسن. اگر اینو بنویسن که تیشه به ریشه مذهب باطل خودشون زدن، تیشه به ریشه مذهب بیریشه خودشون زدن. آقای نوید احمد تشکر میکنیم از شما. عبدالقهار محمدی، آقای طیب، آقای محمد نظیر، شفیق الله برادر عزیز، فاروق، محمد نصیر، از برادران عزیز تاجیکمون تشکر میکنیم از پیام هایی که گذاشتن، از آیت الله، از عبدالله طیب. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی همه شما عزیزان رو حفظ بکنه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انصاری گل و دستندرکاران پشت صحنه. قیامت هستم مزاحم میشم. بفرمایید برادر عزیز. از کنم خدمتتون آقای انصاری در مورد این برادران تشیع یا رافضی خواستم این شما شرح کلی بدید. این اگر در جنگ فرار کردن آیا یه بار بوده یا بازم تکرار شده؟ این یکی. وقتی که در فیلم حتی حضرت محمد رسول الله هم نشون در همین جمهوری اسلامی تو نماز جمعه بود، یه بازرگان داخل شهر شد، یه عده از صحابه اومدن خرید فروش کنن با صحابه. بعد از اون آیه از طرف خداوند نازل شد که موقع نماز جمعه حق خرید فروش ندارید. آیا بازم صحابه تکرار کردند یا وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشتن حدیثی روایتی را برای صحابه و مؤمنین شرح میدادن، هیاهویی برپا میشد، یکی صداشو بلند میکرد. بعد از اون آیه نازل شد که وقتی که پیامبر صحبت میکند یا در خدمت پیامبر هستید صداتون رو بلند نکنید. آیا صحابه اینا که از حضرت ابوبکر و عمر و عثمان بدشون میاد، آیا از همین 3 نفر یکیشون بعد از نماز جمعه خرید فروش کرده، یکیشون صداشو پیش پیامبر بعد از اون آیات بلند کرده؟ آیا بعد از اونی که تو همین جنگ خداوند از مؤمنین
اعلام رضایت کرد. آیا بعضم چوتکای دیگه فرار کردن؟ خب یه بار اول هر کسی اشتباه میکنه. الان یکی گواهینامه رانندگی میگیره، یعنی کسی نیست برای بار اول. سری من ندیدم تو تاریخ که تصادف نکرده باشه بار اول. میشه تجربه برای آیندهش. خیلی ساده. نمیدونم اینا با کی لزارن. در مورد این که برادری گفتن این تو قرآن آمده، شما اثبات کردید تو کدوم قرآن که بعضیا کافر شدن بعضیا مسلمان؟ اجازت بگم من اینو پیدا کردم تو قرآن. بفرمایید. اینو تو قرآن من اینجوری که از دوستم من سوال کردم، گفت این قرآن پیش امام زمانه و هرچه من براش تلکس زدم و فاکس زدم، متاسفانه این 2 روز خراب شده تلگرام و اینا. اگر انشالله برای هفته آینده ما میتونیم جواب اون برادر رو بدیم که تو کدوم آیه است که اون قرآنی که دو دست امام زمانه اونایی که کافر شدن ما معرفی میکنیم خیلی راحت. حالا دیگه السلام علیکم و رحمت الله. خواستم شرحم بدید در مورد این آیاتی که بعد از این کارا نازل میشد دیگه کسی تکرار نمیکرد. البته شرمنده بینندگان پشت فکر کنم 3 هفته پیش من اینو گفتم، همین حضرت علی اگه ما بخوام ازت ایراد بگیریم فکر کردم به شما گفتم ولی شما حیف شهر ندادید. به آخر برنامه بود وقتی با سهیل ابن عمرو بود فکر کنم سهرنامه 10 ساله را نوشتن. حضرت علی اصرار کرد نه بسم الله را باید خط بزنی پیامبر، نه نام خودتو. من مخالف اینم. با پیامبر مخالفت کرد. یعنی اگر مخالفت ادامه پیدا میکرد الان ما چیزی به اسلام نداشتیم. این یه واقعیت تاریخیه. آدم باید همه چیز علمی بررسی کنه. درست. دیگه مزاحم نمیشم. با سلام علیکم و رحمت الله. سلام شیخ بزرگوارم برسونید. خدا حافظ شما. و میکنم اگر عمری برام باقی بود از خدا میخوام نصف عمرمو به شما موحدین بده که برای ما باید سرفرازی و سربلندی هستی. خدا حافظ شما و خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوار. من یک آیه ای رو انشاءالله اینجا خدمت شما عزیزان نشون بدم در تایید صحبت های برادر عزیزمون. ببینید من بارها گفتم کسانی که با صحابه دشمنی میکنن، در مورد صحابه صحبت میکنن، در اونها طعن وارد میکنن، یا میفهمن یا نمیفهمن. اونایی که میفهمن مثل کلینی و مجلسی و عبدالله ابن سبعی یهودی و ابن طاووس و ابن حلی و نمیدونم مفید و من قبلا فکر میکردم نمیفهمیدن اونا، اما بعد از مطالعاتی که در مذهب شیعه داشتم، کتابا اینا رو خوندم، نه اینا از روی فهم و درک و دانش این کارا رو میکردم که تا به اسلام ضربه بزنن. صحابه ناقلین دین هستن. الان شما در زندگی روزمره‌تون ببینید مثلا بگن که آقا این شرکتی که فلان شیر پاستوریزه رو تهیه میکنه در رأس این شرکت یک انسانی است که قابل اعتماد نیست، میگن که صهیونیست است، میگن که مثلا حالا به قول اصطلاحاتی که امروز رایج شده وهابی است، داعشی است، فلان است. من یقین دارم که هیچ کس در بین ملت ایران به این شرکت اعتماد نمیکنه. دیگه لبنیاتی که از این شرکت بیاد استفاده نمیکنن، چون شخصی که در رأس هست یا شخصی که این کارخونه رو اداره میکنه یا شخصی که این مواد رو تهیه میکنه وقتی که زیر سوال بره آنچه که در این کارخونه ولو اینکه پاک و تمیزم باشه درست بشه همه زیر سوال میره. کسی اعتمادشون از دست میدن، استفاده نمیکنن از این. اینا هدفشون از تن در صحابه، تن در اسلام است، تن در قرآن است، تن در سنت است، تن در اهل بیت است، تن در شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. پیامبری که 23 سال زحمت کشید فقط 3 نفر، عمار، مقداد و سلمان و بعضیا میگن ابوذر، 3 نفر یا 4 نفر، فقط همینا مسلمان شدن، بقیه همه مرتد بودن، به اهل بیت پیامبر، به دختر پیامبر احترام نگذاشتن، خونه پیامبر رو با آتش کشیدن، دختر پیامبر رو زدن. این دروغایی که اینا درست کردن. هدف یهود و عبدالله ابن سبعی یهودی و شاگردانش این بود که مردم رو نسبت به ناقلین دین بی اعتماد بکنن
چرا؟ چون که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه کسانی بودند که برای بشریت بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و چه در زمان حیاتشون اسوه و الگو بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله سبحانه و تعالی بهش امر میشه که قل، بگو ای محمد، هذه سبیلی، این است راه من، راه اسلام، ادعو الی الله، دعوت میکنم به سوی الله، انا، من یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، و من اتبعنی، و کسانی که از من پیروی کردن. کی از محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کردن؟ صحابه پیروی کردن. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، پاک است الله سبحانه و تعالی و من از جمله مشرکین نیستم. پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما اسوه و الگو هستند در دین. در جای دیگه میگه که محمد رسول الله، محمد رسول الله است، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند شدید هستند، سختگیر هستند بر کفار و رحمدل و مهربان هستند در بین خودشان. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانه، میبینی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در حالت رکوع و سجده هستند، رضایت الله سبحانه و تعالی رو میخوان، بهشت جاویدان رو میخوان. سیماهم فی وجوه من اثر سجود، نشانه رستگاری و درستکاری در چهرهایشان به خاطر سجودی که سجده هایی که در مقابل الله سبحانه و تعالی میکنند نمایان هست، آشکار است. ذلك مثل فی التوراة و مثل فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. مانند یک جوانه هایی که، گیاهانی که جوانه زده، قوت گرفته، محکم سر پا خودش وایستاده، کشاورزان را به شگفتی واداشته و کافران را به خشم آورده. امروز کسانی که به خشم میان از صحابه، اینا کسایی هستن که از قوت و عزت و مجد و عظمت اسلام دلشون خون است، به خاطر همین تن وارد میکنن در صحابه. بعد از اون الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ای صحابه پیامبر، اگر اینها ایمان بیاورن همان گونه که شما ایمان آوردید، فقط اهتدوا، اینها رهیاب میشن، رستگار میشن. و این تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، و اگر که اینها پشت کنن پس جز این نیست که آنها در درگیری و دشمنی و ستیزن، پس به زودی الله سبحانه و تعالی تو را از شر آنها نگه می‌دارد یا کفایت می‌کند و اوست شنوای دانا. پس صحابه برای ما الگو هستند. ایمان ما باید مثل ایمان صحابه باشه. هدف دشمنان اسلام چی است؟ همین صحابه رو بدنام بکنن تا ما الگو نداشته باشیم، تا الگو بشه کی؟ کلینی، مجلسی، 300-400 سال بعد از صحابه بیان اینا بشن الگوی دین، اینا بیان حدیث جلب بکنن، اینا بیان دروغ بگن به امت اسلامی تا گروهی سرطانی در پیکره امت اسلامی درست بکنن که غیر از ضربه زدن به اسلام و مسلمین هدف دیگری نداره. اما در مورد صحبت‌های آقای سیامک برادر عزیز و بزرگوار، ببینید وقتی که این نسل میخواد الگو باشه طبق این آیاتی که خدمتتون نشون دادم و ایمان ما باید مثل ایمان اونها باشه، ما باید مثل اونها ایمان بعد اینا باید تربیت بشن. تربیت، ببینید شما میبینید در دوران ابتدایی دانش آموزانی که میان در از کلاس اول ابتدایی، دوران آمادگی بگیرید، کلاس اول ابتدایی بگیرید، حرف گوش نمیدن، شلوغ میکنن، اشتباه میکنن، کلمات را درست نمی نویسن، در بعضی از مسائل شاید نافرمانی معلم و آموزگار رو بکنن. بعد وقتی که میرن به کلاس دوم، سوم، چهارم، همینطور که میرن بالا روز به روز بهتر میشن تا اینکه به دوران راهنمایی و دبیرستان میرسن. بعد از اون پخته میشن. اون دوران ابتدایی و اون مشکلات و اون به اصطلاح کم و کاستی که در دوران ابتدایی ما در بین دانش آموزا داریم در دوران دبیرستان نمیبینیم. چرا؟ چون اینا به پختگی رسیدن، چون علم حاصل کردن، دانش حاصل کردن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحابه رو تربیت کردن. آیه قرآن تربیت صحابه است. اگر در مقابل پیامبر صداشون رو بلند کردن، الله سبحانه و تعالی ادبشون کرد. و یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای مؤمنین، اول ایمانشون رو ثابت کرد، بعد ادبشون کرد که صداتون رو در مقابل پیامبر بلند نکنید. اگر که در روز جمعه صفهای نماز جمعه رو ترک کردن، رفتن به دنبال خرید و فروش، الله ادبشون کرد، گفت که دیگه این کارو نکنید و بعد از اون این کارو نکردن.
ما در قرآن کریم همه جا میبینیم که الله سبحانه و تعالی در آیه قرآن این صحابه رو ادب میکنه تا از اینها برای ما الگو بسازه، تا اینها بشن اسوه برای همه مسلمان ها، تا تاریخ است تا قیام قیامت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینها اسوه و الگو و نمونه و سرمشق هستن برای بشریت. پیش هر یهودی بری بگی بهترین یهودی ها کیا هستن، میگن اصحاب موسی. پیش مسیحی بری بگی بهترین مسیحی ها کی هستن، میگن اصحاب عیسی. پیش هر گبر و ترسایی بری، پیش بودایی بری بگی بهترین بودایی ها کی هستن، میگن یاران بودا. پیش زردشتی ها بری بهترین زردشتی ها کی هستن، کسانی که با زردشت بودن. اما پیش شیعه که بیای بدترین انسان ها کی هستن، میگن کسانی که با محمد صلی الله علیه و سلم بودن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ امینی هستم از آلمان. بفرمایید آقای امینی. آقای انصاری خدا خیری بده، خدا نابود کنه اینا رو، دشمن صحابه و امت مومنین. الله متعال هدایتشون کنه برادر عزیز. بابا اینا هدایت نمیشه، از 100 نفر 1 نفرش اگه هدایت شه. ما افغانا چی داریم میگه، پیش کله خر یاسین خواندن، هر چی بگوی بازم حرف خودشان نمیزنن. الله المستعان. اما بازم دعای هدایت بکنید، میشه که الله سبحانه و تعالی هدایتشون کنه. ما که دعا میکنیم ولی همین چند دقیقه پیش با این هر چی که صحبت میکنی بازم حرف خودش میزنن. بابا دین ما از طریق این صحابه با ما رسیده. درست. اگر صحابه نمی بود اسلام در کجا بود؟ درست. ممنون از برنامه خوبتان آقای انصاری. تشکر از شما برادر عزیز. روشن میکنیم. من هم تو خرافات از چینا خرافات در ایران خرافات اینا رو گرفته بودم. من که نمیفهمیدم، 16 سالم بود اومده بودم در ایران تا چند سال 7 سال 6 سال 7 سال پیش که من این شبکه‌های توحیدی رو دیدم، من در راه خدا سم شدم. درست. تشکر از شما برادر عزیز. میرفتم کمک میشدم با اینا، هیچی سر در نمی آوردم. درست. از طریق این شبکه‌ها من در خدا شما اهل تسنن بودم ولی هیچی رو نمیفهمیدم. درست. خدا خیرتون بده آقای انصاری. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه و شما رو ثابت زنده قدم باشید. دیگه حرفی ندارم. خدا حافظ شما. سلامت زنده باشین. سلامت باشید. تشکر از شما. برادر عزیزمون آقای فاروق نوشتن، فاروق افغان، چرا پیامبران گرامی عرب بودن؟ کی گفته که عرب بودن؟ همه عرب نبودن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از میان عرب انتخاب شدن و پیامبران دیگه از بنی اسرائیل بودن، از بین همین اقوامی که به اصطلاح در مناطق حتی امتداد همین اروپایی‌ها که در به اصطلاح مناطق روم که زندگی می‌کردن، روم اون زمان از همین شمال عربستان، از اردن گرفته تا فلسطین و سوریه و لبنان، اینها همه مناطق بود که پیامبران فراوانی در اینجا برگزیده شدن از طرف الله سبحانه و تعالی. و کی گفته که همه پیامبران عرب بودن؟ این برداشت اشتباس. هشام الراقی المغربی، اخ الفاضل، حیاک الله، بارک الله فیک. تشکر میکنیم از همه عزیزانی که از طریق فیسبوک هم برنامه ما رو دارن میبینن. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. آقای انصاری شما رو به خدا شرم کنید اینقدر ببینید. آقای محترم اسمتون از کجا تماس میگیرید؟ شما بنده رو میشناسید، همون کسی هستن که جرئت نکردید مناظره کنید، فرار کردید. الان هم مدام آقای حمید حیدری، آقای حمید حیدری شعار ندید، سر صدا نکنید. یک لحظه سر صدا نکنید. یک لحظه گوش بکنید. من همینجا دوستان عزیز، اینا فقط
برای شعار دادن اینها آمادند. دوستان عزیز، من پیامی ایشون برای من فرستادند و من جواب ایشون رو دادم. اینجا هفته گذشته، نه هفته قبلش، ایشون ایمیلی برای من فرستادن. احمد جان نشون بده. اینجا چیزی پنهان نیست آقای حیدری. دوستان اینجا همه میدونن که کی دروغگوست و کی فرار میکنه. نوشتن جناب انصاری کاش انقدر شجاعت می‌داشتید که لااقل اجازه دهید حرفم را کامل بزنم و این گونه با عجله تماسم را قطع نمی‌کردید. چون من بارها به بینندگان عزیز گفتم که کسی که بخواد خارج از موضوع صحبت بکنه من بهش وقت نمیدم. اونجا منبرهای دیگری دارید، برید تو شبکه ولایت، اهل بیت، تا دلتون میخواد عربده بکشید. اینجا دلیل، مدرک، جلد، صفحه، با منطق صحبت میکنید. جالب این که حتی بعد از برنامه هم حاضر نشدید حرفم را کامل بشنوید. بله، شما بعد از برنامه تماس گرفتید. من عادت ندارم که بعد از برنامه پشت صحنه با کسی صحبت بکنم. هر حرفی دارید در برنامه زنده اینجا با هم صحبت میکنیم و همه بینندگان شاهد باشن. و بهانه آوردید که باید در برنامه زنده تماس بگیرم. سوال اینجاست که مگر بیننده در برنامه زنده تماس نگرفتم و شما تماسم را قطع نکردید؟ بله، تماسم را قطع کردم، چون که قرار بود که شما در مورد کلیپ دروغ آیت الله قزوینی در مورد اصل المذهب صحبت بکنید، اما از موضوع فرار کردید، دروغ دیگری رو بافتید که شما کلیپ رو تقطیع کردید، در حالی که تقطیع کلیپ ربطی به اصل موضوع نداره. دروغ قزوینی در مورد اصل المذهب جدا هست و آنچه که در ادامه کلیپ هست دروغ دیگری در مورد کتاب مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه است. به الله قسم من از شما برای مناظره 2 هفته بعد مشتاق‌ترم و از الان روز شماری بلکه لحظه شماری میکنم. تا زمانی که تکلیف بحث اول در مورد کلیپ اصل المذهب مشخص نشود حاضر نیستم سراغ بحث بعدی برم. زمانی که قرار شد در مورد اصل المذهب مناظره کنیم، حضرت علی اصرار داشت که از موضوع اصل المذهب خارج نشم و به محل نزاع که همان کلیپ اصل المذهب بود پایبند باشیم. اما نهایتا خود شما هنگامی که قافیه را باخته یافتید این شرط را زیر پا گذاشتید و سراغ کتاب مجموع الفتاوا رفتید. بینندگان، شما نمیدونم بینندگان وصال حق رو مانند گوسفند فکر کردید، مثل کسایی که زیر منبر آخونداتون میشینن. اینجا همه میدونن که موضوع اصلی ما اصل المذهب بود. شما وقتی دیدید که از اون دروغ نمیتونید دفاع بکنید گفتید ادامه کلیپ تقطیع شده، در حالی که ادامه کلیپ دروغ دیگری است که ربطی به اصل المذهب نداره. این دروغ جداست و اون دروغ جداست. و ادامه کلیپ بحث مجموع الفتاوا را ذکر کردم و به همین دلیل شما سراغ آن رفتید و بنده هم توضیح دادم که من به هیچ وجه به مجموع الفتاوا کاری نداشته و سخن و اشکال من ربطی به مجموع الفتاوا نداره، بلکه سخن من این بود که چرا بخشی از کلام آیت الله قزوینی که در مورد اصل المذهب صحبت کردن را پخش نکردید و هنگامی که دیدید من حاضر نیستم از محل نزاع خارج شم، شما هم جوابی برای تقطیع کلیپ ندارید، تماس من را قطع کردید که نشانه فرار و شکست شما در مناظره بود. به به. در ادامه حدود 20 دقیقه در مورد مجموع الفتاوا صحبت کردید و در حالی که تمام سوالات شما را پاسخ داده بودم حاضر نشدید به هیچ یک از سوالاتی که من در مناظره از شما پرسیدم پاسخ دهید. به همین جهت اگر اکنون من مناظره در مجموع الفتاوا را قبل از روشن شدن تکلیف بحث قبلی بپذیرم هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که مجددا هنگامی که خود را در تنگنا ببینید سراغ بحث دیگری نرفته و به شاخه دیگری نپرید و یا اینکه تماس بنده را قطع نکنید. فلذا عقل سلیم حکم می‌کند که شما ابتدا تکلیف بحث قبلی را روشن کنید تا زمینه بحث بعدی مهیا شود. گمان نمی‌کنم برای هیچ کس حتی خود شما ذره تردید باقی مانده باشد که شبکه شما کلیپ آیت الله قزوینی در موضوع اصل مذهب را تقطیع و تحریف کرده، کما اینکه خود شما هم در مناظره هرچند با قید فرض این مطلب را پذیرفتید. اکنون 2 راه وجود دارد، اینکه شما تقطیع کلیپ قزوینی در مورد اصل مذهب را بپذیرید و رسما بابت این کار شنیع خود و توهین هایی که بابت آن به ایشان روا داشتید در برنامه زنده در پیشگاه بینندگان عذرخواهی کنید. 2 بحث قبلی را ادامه دهید و ثابت کنید که کلیپ تقطیع نشده و بعد از آن سراغ مجموع الفتاوا برویم. شخصا پیشنهاد من به شما این است که راه آسان را انتخاب کنید و بابت تقطیع کلیپ آیت الله قزوینی عذرخواهی کنید، اما انتخاب با شماست. نهایتاً هر لحظه شما تکلیف بحث پیش را مشخص نمودید بنده برای مناظره در باب مجموع الفتاوا حاضر و آماده هستم. البته این بار قبل از شروع مناظره باید در برنامه زنده شرایط مناظره مانند تعداد تایم ها، مدت هر تایم، عدم ورود به موضوع دیگر و قطع صحبت و پذیرفتن شکست در صورت قطع تماس از سوی هر کدام از طرفین و سایر شرایطی که در مناظره قبلی رعایت نشده را مشخص کنید. بی‌صبرانه منتظر پاسخ شما هستم. جواب بنده:
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب حیدری، من قبلا فکر می کردم که فقط آیت الله قزوینی بی حیا می باشد، ولی که اکنون به این نتیجه رسیدم که مرض ایشان به شاگردان و هواداران و دوستداران ایشان نیز سرایت کرده است. اصل گفتگو با شما بر سر دروغ قزوینی در مسئله اصل المذهب بود که به کلیپ مراجعه کنید. بعد از 2 ساعت و 46 دقیقه این کلیپ، که حالا من کلیپ رو انشالله برای شما عزیزان پخش می کنم، ادعا کردید کلیپ اصل المذهب تقطیع شده، در حالی که این دروغی بیش نیست. به ادامه کلیپ ربطی به اصل المذهب و دروغ قزوینی ندارد، بلکه ادامه کلیپ دروغ دیگری است که من مفصل توضیح دادم. حال خود دانید، میخواهید به این شاخه و اون شاخه بپرید، از بحث فرار کنید، اختیار دارید. این روش قزوینی و شاگردانش بوده و اگر هم دوست دارید ادامه دهید، من این هفتم به عنوان بیننده عادی منتظر تماس شما خواهم بود. اما اگر دوست دارید وقت بیشتری داده شود، با صدا و تصویر از طریق اسکایپ تشریف بیاورید، الله متعال همه را به راه راست هدایت کند. و الان من خدمت شما عزیزان بینندگان گرامی دقیقه 2:46 از برنامه آن روی سکه رو نشون میدم. اولین تماس آقای حیدری که در اینجا ایشون، شما میشه لطفاً خاموش باشید تا ببینید که آقای محترم شما چرا دروغ میگید. میگه یا علی خیلی اونجا من یک مردی که میگه یا علی امروز یک مراسم من چی داشتم شیرینی شکلات دیگه خرافات نام چیزای مراسم های زیادی داشت. یا علی و خداحافظ علی خداحافظی ها چی میکنم. تشکر میکنم از شما برادر عزیز. آقای مطالعه استم کنید. فقط اینا میگن که جواب که توسط بود دقیقا آیه دستوره فاتحه است. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. خودتون رو معرفی بکنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقا حمید یک لحظه خوب شد که شما تماس گرفتید. آقا حمید، ما یک صحبتی قبلا داشتیم، شما قرار بود برید تحقیق بکنید، بررسی بکنید در مورد دروغ آیت الله قزوینی. لطف کنید در این مورد صحبت بکنید. آقای محترم، شما خجالت بکشید. شما یک لحظه شما خجالت بکشید که 1 سال و 2 ماه شده در هر مناسبتی که تماس گرفتی به من قول دادی که بری در مورد دروغ آیت الله قزوینی ازش دفاع بکنی و همیشه فرار رو برقرار ترجیح دادی. آقا حمید، بسم الله. آقا حمید، در مورد دروغ آیت الله قزوینی گفتی من گفتم آیت الله قزوینی در مورد دروغ آیت الله قزوینی آیت الله قزوینی رو ما دو آیت الله قزوینی کردیم، رفتیم الف لام رو بس کردیم، آیت الله استقراق رو بس کردیم، همه اینا رو بس کردیم. نه شما فرار کردید، شما از بس فرار کردید. شما بیا الان یک بار دیگه، اشکالی نداره، بذاره که میلیون ها نفر که دارن میبینن سرصدا نکن. حمید جان سرصدا نکن. گوش کن، سر صدا کردن عصبانیت نشان دهنده ضعف استدلال شما هست. حمید جان برادر عزیز، دوست گرامی، خواهش میکنم فرار نکن. الان در مورد قضیه اصل المذهب، در مورد من دارم به تو وقت میدم، من دارم ازت سوال میکنم. آقای محترم، من که به شبکه شما تماس نگرفتم، شما تماس گرفتید، شما میخواید از قزوینی دفاع بکنید. حمید جان شما در هر برنامه، برادر عزیز، حمید جان برادر عزیز، شما در هر برنامه‌ای که تماس گرفتی خواستی از دروغ قزوینی دفاع بکنی، قول دادی که باشه بیشتر جواب میدیم، فلان میکنیم، آخر یک موضوع دیگری رو مطرح کردی، فرار کردی. الان اگر راست میگید یک بار دیگه من به شما وقت میدم در مورد همین اصل المذهب شما صحبت بکنید
بگید که در کجای این متن، نه اصلا نه، در مورد این اصلا صحبت نکنید. همون صفحه 303 رو، همین صفحه رو از اول تا آخرش ترجمه بکنید به فارسی. خوبه؟ و شما اینو ترجمه بکن. بله بینندگان عزیز، این تماسی بود که ایشون گرفتن و به جای اینکه بیاد در مورد اصل المذهب بپردازه، گفت که آقا شما ادامه کلیپ رو تقطیع کردید. من ادامه کلیپ رو پخش کردم و توضیح دادم که قزوینی در ادامه کلیپ هم دروغ میگه. اولا به مجموع الفتاوا دروغ میبنده و بعد از اون همون حرفای گذشته خودش رو هم تحریف میکنه. میگه حالا اگر که بیان بگن که اونجا در مورد مذاهب باطل بوده، که اینم دروغ دیگری است. مذاهب باطل نیست، بس که اصل المذهب یک مذهب است، اونم مذهب شیعه رافضه‌گری است. آقا حمید، اگر مایل هستید در مورد قسمت به قول شما تقطیع شده کلیپ قزوینی که از کتاب مجموع الفتاوا هست از جلد 22، دروغ دیگر قزوینی که میگه که ابن تیمیه کسایی که تعصب داشته باشن به مذاهب را کافر میدونه، حکم قتل اونها رو صادر میکنه. در این مورد اگر دوست دارین صحبت بکنید مثل یک بیننده عادی، اما طبق ایمیلی که برای شما فرستادم و شما پاسخ ندادید، اگر میخواید گفتگویی صورت بگیره، اوقات مشخص باشه، وقت داده بشه به شما، با صدا و تصویر بیاید. اجازه میدید من صحبت کنم؟ بفرمایید. بله بینندگان عزیز، همینجور که ما دیدیم من تماس گرفته بودم، از اول یک سوال ساده داشتم. می‌خواستم در مورد یک دروغی که ایشون تو برنامه‌شون گفت بپرسم چرا این دروغ گفتید. آقای محترم حمید جان، توهین نکن. گوش کن ببین، فقط دست من اینجا سر دکمه است، یک کلمه اینور اونور زدی قطع میکنم. مردانه میخوای در مورد اصل المذهب ادامه بدی صحبت، یا که میخوای به دنبال کلیپ تقطیع شده به اصطلاح شما بری؟ به من توهین نکن، حد خودت رو بشناس، حرف در مورد موضوع بزن. یک کلمه خارج از موضوع صحبت بکنی من صدات قطع میکنم. آقای محترم، تو اولا یاد بگیر که با ادب و اخلاق با من صحبت بکنی، بعد از اون با تو صحبت میکنم. آقای حیدری، برادر عزیز و بزرگوار، شما میخوای در مورد اصل المذهب صحبت بکنی یا در مورد ادامه کلیپ؟ والا هر کدوم شما دوست دارین، ولی شما دوست ندارین در مورد ادعای بنده جواب بدید. آقای محترم، شما دروغ گفتید. شما گفتید که ادامه کلیپ تقطیع شده، در حالی که ادامه کلیپ ربطی به اصل المذهب نداره. اون دروغ جداست و این دروغ جداست. هر کدومش شما دوست داری صدای قزوینی رو پخش بکن و ما هم که اصل کتاب رو نشون میدیم و قضاوت رو میگذاریم به عهده بینندگان. نه به من توهین بکن، نه حرف اینور اونور بزن. بزرگوار، من توهین نکردم. ادعای بنده است. من میگم یه حرف شما اشتباه میکنید که ادعای بیجا میکنید. آقای محترم، شما اینجا وقت ما رو تلف نکن در مورد آقای محترم گوش کن. حمید جان گوش کن. باور کن که حوصله چرت و پرت تو رو ندارم. اگر ایمیل رو خوندی جوابت رو باید گرفته باشی. چرا جواب ندادی؟ چرا موضوع رو تعیین نکردی؟ چرا داری از این شاخه به اون شاخه میپری؟ آقای محترم، مناظره تو در حدی نیستی که مناظره بکنی. اولا با صدا و تصویر بیا. آقای محترم، یک ساده دارم. یک بیننده عادی نمیتونه سوال ساده بپرسه؟ آقای بیننده عادی، شما در مورد دروغ قزوینی، در مورد اصل المذهب تا الان صحبت نکردی. پریدی به ادامه در اون مورد صحبت کردیم. شما گفتی حالا بیا بریم مجموع الفتاوا. حالا من میگم با من یک بیننده عادی اجازه بدید. آقا تو چقدر بی‌حیایی آقای حیدری، بی‌حیایی هم باید حد و اندازه‌ای داشته باشه. من رفتم سراغ مجموع الفتاوا یا تو رفتی؟ گفتی آقای محترم، گفتی تقطیع کردی. آقای محترم گفتی کلیپ رو تقطیع کردی. ها اون قسمت تقطیع شده در مورد مجموع فتاواست. من گفتم که قزوینی قبل از تقطیع هم دروغ گفته، بعد از تقطیع هم دروغ گفته. تمام. کدوم دروغش رو میخوای انتخاب بکنی؟ آقای محترم یک لحظه من برای آخرین بار میپرسم، جواب ندادی قطعت میکنم. کدوم قسمتش رو میخوای در مورد صحبت بکنی؟ قسمت اول در مورد اصل المذهب یا اون قسمتی که تقطیع شده در مورد مجموع الفتاوا؟ آقا در مورد اینکه شما کلیپو تقطیع کردین. سوال منو بینندگان خداحافظ. من دوباره نمیخوام تکرار بکنم. دفعه قبل 20 دقیقه صحبت کردم، همونطوری که خودت هم اقرار کردی در ایمیلت 20 دقیقه صحبت کردم و توضیح مفصل دادم
که دروغ قزوینی در مورد اصل‌المذهب چیه و اون دروغی که در مورد مجموع الفتاوا که شما میگید ادامه کلیپ رو تقطیع کردید، اون دروغ جداگانه است، نه یک دروغ، نه دو دروغ، 3-4 دروغ دیگر رو ردیف میکنه. آقای حیدری، به خدا قسم همه حوزه علمی قومتون جمع بشه، تو که عددی نیستی، همه حوزه علمی جمع بشن که از این دروغ قزوینی دفاع بکنن، نمیتونن. 1 سال و 3 ماه شده نتونستن دفاع بکنن. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری، صدام خوب الان صدا عالیه، بفرمایید. خیلی ممنون آقای انصاری. آقا شما نمیدانی، خودت خسته میکنی، ما هم خسته میکنی، والله بالله. نه ابو اسما عزیز، خاطرتون جمع باشه دیگه، به اینا وقت نمیدم من تا که اینها بله. آقای انصاری، اینو باید آقای قزوینی بیاد. حمید کیه؟ اون یارو که میگن فرار کردن صحابه. آخه شما ابو کدوم صحابه نگفتی فرار کرد؟ مگه مصعب بن عمیر دست شما؟ اون شهید بود، پیغمبر دفنش کرد، پارکی نبود بذاره روی. جوانترین صحابه بود و ثروتمندترین صحابه بود، شهید شد. والله و بالله آقای انصاری، خدا شاهد، در شهر دیاله مسجدی داریم مال اهل سنت است به نام مصعب بن عمیر. والله و بالله 40 نمازخوان اینجا شهید کردن و 20 مجروح و عسکری آمدن زنوبچه هاشن اونا هم کشتن و در روی آتش زدن و روی مسجد نوشتن مصعب ابن عمیر، یعنی حمار، اعوذ بالله، یعنی خر. و شما هم میدونی حمار هم میدونی. درست. آخه اینا کی قبول دارن؟ الو. بله بفرمایید. الو. بله صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. خیلی ممنون. اولا سلام میرسونم به این تظاهر کنندگان عزیزم، این جوانان عزیز، برادران ما، بخصوص برادران شیعه. الان خوب متوجه شدی، ولی برادران شیعه در عراق 3 سال پیش متوجه شدن. گفت در ایران بره بغداد تبقى حره و آخوندارشون بدن پایه زدن. الان شما ولی میدونم متوجه بودی، ولی اینا ظالم بودن. سلام بر شهیدانشون. جوانان عزیز، پدرانتون این گناهو کردن، کجا هستن پدرانتون؟ بیان، این شما به تنها میذارن، باید پدرانتون بیان تظاهرات کنن. این بدبختی به سر این ملت پدرانتون آمدن. شما جوانان عزیز، این تظاهرات عقب نشینی کنی، والله عقب نشینی یکن بکاری به سرتون میارن مثل ما بدبختان در عراق. اعتماد به هیچ کشوری نکنی، همشون دروغ میگن. اینا فقط پیروزی شما خودتان هستین. ادامه بدین. آخوند آبروش رفته، اینا دیگر کسی احترامشون نمیکنه. آخوند باید گم بشه آقای ابو اسما. انشاءالله آخرین آقای انصاری، تو رب خدا این همه بچه خردسال شیرخوار زیر بتونه. آخه شما اگر ذره چیز داشتی، آقا میگه صحابه فرار کردن، خوب فرار کردن، آمدن به طرف اجداد شما مسلمان کردن. بد کردن؟ خوب بد نکردن، متحد شدین. جوانان عزیز، شما معتاد کردن، گوش نکردن، در خیابان بمیری سر بلند، نبری تو خانه اونجا بشینی، آخر هم از گشنگی و از بیکاری و از معتادی میمیری. امروز روزته همه. والله ما شیعه و سنی در عراق امیدمان به خدا است اولا و به شما باید این سرکوب کنید، چون اینا متحد هستند با امریکا و با روسیه. آقای فرار آقایان در عراق فرار کردن از دست سنت بیچاره. کی آوردید؟ امریکا هواپیماهاشون از بالا میزد و شما میری اونجا چپاول میکنی. در سوریه آقای سپاه پاسداران چرا فرار کردی؟ رفتی آقای ظریفت رفت شوروی، دست پوتین بیدین بوسید، هواپیماهاش آورد و ناوگانهای آب و نمیدونم از کجا تمام عراق و سوریه و ایران کردی. چرا الان
الان آقای خامنه‌ای اگر ذره شرف دارید بیا بیرون بیا به طرف ما کردا والله میبرمت پیش آقای چیز بارزانی نجاتت میده. به خاطر اون نجاتت میده تا ملت ایران نجات پیدا کند. آقای بارزانی میدونی چی کار کرد؟ 2.5 میلیون از اهل سنت نجات داد در کردستان، اونجا نجاتشان داد. برای اون حمله بهش کردی، نفتشو دزدیدی، نفت کرکوک بردی، برای چی بدی به شوروی تا ملت بکشد، اسلحه شوروی پولش بدی. این روزت جوانان عزیز، اگر سپاه پاسداران آمد در میدان از در تهران 1 میلیون 10 میلیون هستی 1 میلیون به طرف خانه خامنه‌ای و قبر خمینی ملعون همه نابودش کنین. این کار نجاتتان میده. خدا حافظ، انشالله پیروز هستید. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. بیننده بعدی، سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری بزرگوار، خسته نباشین استاد. سلامت باشید، حیاکم الله. همونطور که آقای ابو اسما گفتن، آقای انصاری بزرگوار، شما خودتون خسته میکنید با اینا مثلا حدود 7 ساله با شبکه‌های به صورت تولید تماس میگیرن. هر چی شما حالشون میکنید از کتاب خودشون از قرآن میاری، اینا مأمور هستن. اینا فقط میخوان وقت شبکه رو بگیرن و اذیت شما بکنن. بینندگان اینا رو خط هستن، هم اینا هم باید اذیت بشن و خسته بشن. الان مثلا مثل همین آقای رضا من اومدم زنگ زدن، بهش وقت ندید. به خدا آقای انصاری بزرگوار وقتی که صحبت میکنم من حقیقتا بهت بگم از صمیم قلب میگم کانال رو رد میکنم تا دوباره این گورش گم کنه بره، دوباره کانال شما میگیرم. ولی کسان دیگه که هستن خب بهشون وقت ندید آقای انصاری. مثلا اینا وقت صحبت رو بیخود میکنن و همه سوالا که الان با هیدری قطعش کردی همینطور قطعش بکن. متوجه هست ولا نه؟ بیشتری به اصطلاح بینندگان و شنوندگانی که صدا شما میشن خوشحال‌تر میشن از اینا. چرت و پرت میگن، چیزی ندارن، فقط میخوان وقت طلب بکنن و حضرت شما بکنن، شما عصبانی بکنن. من یه خواهش دارم که دفعه دیگه اون مطلب من به شما زدم، به آقای بزرگوارم گفتم که ایشون قطعش کنید، زیاد وقت بهش ندی. خصوصا آقای همین چیز هست عمو اصفهانی که میاد، این آقای رضایی که دیگه چاپلوسه. متوجه هست یعنی صحبتی که میکنه، یعنی انسان یعنی چه بگم چش میاد وقتی این صحبت میکنه، اینقدر یعنی آدم ناراحت میشه از صحبت کردنش. این اصلا تمام شبکه‌ها میگن خدمت عرض کردم اون مرتبه، تمام شبکه‌ها میگن بهش میگن با اسکاپ. آقای ملازاده که تا صحبت کرد میگه برو گم شو، اصلا تو با اسکاپ باید بیای. اینطور آقای انصاری بزرگوار وقتتون تلف نکنی با اینا. یک کسانی به رو خط که به صلاح حرفی برای گفتن داشته باشه. جزاک الله خیر. خیلی ممنون. خدا بارک الله فیکم. تشکر از شما. آقای حیدری، امید حیدری ایمیل فرستاده که الله اکبر، از ترس و فرار شما جماعت الله اکبر. یعنی واقعا بی‌حیایی باید حد و اندازه‌ای داشته باشه. من تحدی میکنم حمید حیدری، تو فکر میکنی که من نذاشتم صحبت بکنی در اینجا؟ شما حرفی برای گفتن داری؟ اولا هفته آینده یوزر تو بفرست با اسکایپ، با صدا تصویر، بیا چند دقیقه که میخوای در ایمیل برام بنویس، من بهت وقت میدم، 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه. اما قسمم میخورم که یک کلمه خارج از اصل مذهب صحبت کردی صداتو قطع میکنم. بیا کلیپ قزوینی رو پخش بکن، از اول تا آخر صحبت بکن، در مورد همین دفاع بکن از دروغ قزوینی. ما گفتیم قزوینی دروغ میگه، دلیلش هم آوردیم، تو بیا دفاع بکن. همه یمین یسار جای دیگه رفتی صداتو قطع میکنم. این تنها شرط است، دیگه هیچ شرطی هم ندارم. ایمیل دیگری فرستاده، گفته بازم فرار کردی آقای الفراری، بازم فرار کردی، بالله قسم از تو بزرگترم بیاد نمیتونه جواب من رو بده و فرار. یعنی کسایی که بگن حرفای گنده گنده بزنه، شما فقط بخندید به این حرفایی که ایشون میزنه. این اسماء راست میگه، بهترین راه اینه که فرار کنی و جواب ندی، چون بزرگتر از تو هم نمیتونه جواب من رو بده، ولی من دست از سر توی کذاب بزرگ بر نخواهم داشت. یکی از صفات منافقین میگه که ایزا خاصم فجر، اگر که دشمنی کرد با کسی شروع میکنه به فحش دادن و فسق و فجور. من تو رو رسوا خواهم ساخت. بیچاره بدبخت، اگر میتونست شریفی از اون آبروریزی که به بار آورد برای قزوینی، که قزوینی به غلط کردن افتاد از اینکه اونو نماینده خودش تعیین کرده بود، میومد از اون دفاع میکرد.
و دروغایت را که نذاشتی در برنامه مطرح کنم رو تا بتونم پخش میکنم. شما که دیگه کم نمیارید در دروغگویی. واقعا مولازاده خوب شناخته که گفت این انصاری بی سواد به این خاطر نمیتونه جواب شریفی یا حمید رو بده. عاقلان دانند که کی نمیتونه جواب کی رو بده. تحدی میکنم که مرد باش و از دروغت دفاع کن وگرنه مرد نیستی. من پیشنهاد میکنم آقا حمید شما یک شماره حساب بفرست، من پول بلیتشو میفرستم، پول بلیت سفرتون به مشهد رو میفرستم، برو پیش شریفی یک شبی کنار ایشون بگذران تا بهت بگه که مردانگی انصاری چه بلایی سر ایشون و چه بلایی سر قزوینی آورده. تحدی تا روز قیامت باقی است. اگر مردی از دروغت دفاع کن. نه ببخشید آقای الفراری. من کامل ایمیلش رو خوندم تا وقاحت و بی‌حیایی این آخوند جماعت و شاگردانشون رو بیشتر برای شما عزیزان آشکار بکنم. انشالله اگر که ایشون مردانگی دارن برای این دیگه به قول برادران پشتون ما یک مثل دارن میگن دا گز و دا میدان، اینم متر اینم میدان. بفرما هر موقعی که دوست داری مناظره اگر میخوای بکنی با صدا و تصویر مرد مردانه بیا، وقت کافی بهت میدم، یک شرطم بیشتر ندارم. خارج از موضوع صحبت کردی من قطعت میکنم. خارج از موضوع یک کلمه صحبت کردی مناظره پایان یافته، شما باختید، صدات هم قطع. غیر از اون 3 ساعت صحبت بکن. دوستان عزیز شاهد باشید. برنامه هفته آینده من 3 ساعت وقت میدم به حمید حیدری اگر در مورد اصل المذهب صحبت بکنه و دروغ نگه. از این شاخه به اون شاخه پرید قطعش میکنه. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام شبکه بساز. به سال حق بفرمایید. آقای انصاری خواستم صحبت کنم. انصاری هستم بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام علیکم قربان، خسته نباشید. سلامت باشید. حسین هستم از همدان. آقا حسین از همدان. میخواستم یه پیامی بیاین آقای حمید بدم، حمید خان بدم. اگه اینقدر متاسفانه تماسیشون قطع شد. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی. علیکم السلام. چی حال داری؟ ادریس جان برادر عزیز بفرمایید. استاد انصاری پروگرام اگرچه که نظر به صحبت‌های گفتی که مریض آن بودی و امشب هم با این انسان‌هایی که همین دین مقدس اسلام آقای انصاری بیترین دین است، ایمان بیترین چیز است. به خاطر کسایی که ایمان دارن شرم دارن، کسایی که شرم دارن ایمان دارن. مگر متاسفانه که در شان از این آخوندا و به حسابی ما در زبان خود یادم به چوکره میگیم، چوکرای از یا اصلا ادب اخلاق نمیفهمن، همون طرز صحبت کردن نمیفهمن که چی رقم در یک برنامه بیاین از همون بدبختی و دروغایی که گفتن اقلا یک چیز یا به شکل دفاع کنن. خود چون دینه که پایش اساسش دروغ و تلبیس تهمت و بهتان باشه، دیگه فکر نکنم. آقای انصاری طبق خودتون بسیار مقبول صحبت کردی، گفتی که بعد قوم از عبدالله صحابه یهودی گرفته تا روز آخرت اگر یا بیاین دیگه یا سخن حق ندارن که در میدان پرتن، نه از کتاب خدا و نه از سنت رسول الله. مرا دمی بحثایی که امشب کردی آقای انصاری در یاد شعر بیدل صاحب انداختی، اگه اجازه بتیره بخوانم برات. بفرمایید. حضرت بیدل صاحب میگه آقای انصاری میگه زمانه بیخردان را به برکشی بیدل، هر آن که راز گفت خار چشم افلاک شد. بر از یا که هر چی بگویی، هر چی که ارائه کنی و دمو بسیار معذرت میخوایم سرمو خره که سوار هستن دیگه جای رسایی ندارن، طرف چپ راست نمیبینن، فقط دمو سر خرمو مستقیم میرن. درست. دیگه خداوند خودت صبر و حوصله نصیب کنه. آفرین به شجاعتت، به صبرت، به حوصله‌ت. اصلا یا که سنگو میده من خوش میشم اگرچه برادرای شکایت کردن که وقت نتیشان. یکی از به حساب خوبی برنامه است که میاین همون چیرای اصلی خدا ناشکار میکنن.
درست. و خداوند تو را صبر و حوصله و بردباری داده و دگام بر دعا میکنیم که خدا بته یار خداوند بینیاز سرنگون بسازه و یا در راه راست هدایتشان کنه. آمین. و ما می دوباره اول دعقشان میکنیم چون ما شما مسلمان هستیم و سنت رسول الله دعای خیر و هدایت برشان میکنیم. اگر نمیشن دیگه خداوند یار از سر راه دین مقدس اسلام بگیره که دائم به بدنامی و ذلت و خواری و اسلام یا بودن مگر هم هیچ چیز هم کردن نتونستن. درست. دیگه خداوند از وجل خودت از صبر جمیل حوصله و موفق پیروز داشته باشه استاد انصاری. دیگه یا به می عادتشان است. شما باور کنی آقای انصاری ما در چند شبکه‌های از یا زنگ زدیم یا قوانین را میمونه که چی رقم باید تو پیش از اینکه در استودیو وصلت کنن باید تو چی رقم صحبت کنی. مگرم خوشحال تو که تو مستقیم تماسشان میورداری و یا هیچ خجالت نمیکشین که چی رقم الفاظ برای خودت استفاده میکنن. اصلا یا تربیه فامیلی ندارن. با خدا من خجالت میکشم. الله مطالب ستان کنه برادر عزیز. الله مطالب شما را حفظ زنده باشی استاد گرامی. در اون برنامه نبودی خدا شاهد است استاد انصاری دل من آرام بود که خدا کنه خیر باشه هرچی باشه خیر باشه. سلامت باشید. الله مطالب ستان کنه. تشکر از شما. زنده باشی. با الله کریم رحیم مسپارمت انشالله که در ایران هم می تظاهرات که خیسته به مردم غیر و مسلمان و عزیز ایران امیرم میگم که حالا که خیستن دیگه باید پش دور نتن، چرا که گومی از یا آمده انشالله تعالی که سرنگون میشن و خداوند یار استقامت و غیرت ایمانشان از اضافه کنه و دعای مسلمین در پیشانه که این مرض بد را از سرزمین مسلمان ایران گم بسازه. چرا که مردم ایران آقای انصاری بسیار دلم درد میکنه. باور کن من برای خودت میگم که من در ملک غربی هستم که هر ایرانی که من در تماس میشم آقای انصاری که پرسان میکنه مسلمان هستی چی میگه؟ مسلمان بود و مال نیستم، حال مسلمان نیستم. شما فکر کنید که چقدر عقاید مردم یا ضعیف کرده، چقدر دل مردم خود از دین اسلام را انجاندن. از دست که شما باور کنید عیسویا خو شرک میورزن که حضرت عیسی را توبه نعوذ بالله بچه خدا میدونن، یا 12 تا 13 یا 14 تا خدا جور کردن، یعنی از کفر یهود و نصارا یا بدتر هستند. درست. دیگه وقت گرامی را نمیگیریم، بعد دوستان وقت میتم دیگه خداوند متعال حفظت کنه و صحت کامل برایت میخوایم از خداوند. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدار. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شبکه وصال بفرمایید. با آقای انصاری می‌خواستم صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ حسین هستم از همدان قربان. آقا حسین بفرمایید. تماس شما قطع شد لحظاتی پیش. راجع به این قضیه آیه حمید حیدری می‌خواستم صحبت کنم. اینقدر سنگ آیه قزوینی رو به سینه نزنه. بی این زودیه انشالله قزوینی لباس یه خانمی میپوشه و از ایران در میره. اینقدر پرروبازی در نیاره. فکر میکنم شاگرد آقای سعید طوسی باشه، از پررویگری دیگه لنگه نداره. بیاد فکر بکنه ببینه واقعا شعور و ادب داره که این همه چرت و پرت میگه و خودشو جای علما چیز میکنه. تصویری بیاد صحبت کنه. اگر نمیتونه بس پیش آقای سعید طوسی باشه بهتره براش، چون نمیتونه تو این شبکه ها جولان بده. درست. ممنونم از برنامه خوبتون، تشکر میکنم. خدا نگهدار. ولی بهش رو ندید، خدا وکیلی کاری بکنید که تصویری حداقل صحبت کنید که برای مردم شناخته بشه. درست حتما ان شاء الله. ممنونم. خدا نگهدار. زنده باشید. من خیلی مختصر در مورد یکی از دوستان عزیز آقای مجید ایمیل طولانی فرستادن، در اعتراض کردم به صحبت‌هایی که من 2 هفته قبل در مورد امام زمان داشتم. بیننده صحبت کردن که امام زمان چنین و چنان می‌کند و من دروغایی که در کتاب‌های اینا بود بیان کردم. ایشون نوشتن که من پرسیدم مهدی آخر زمان معجزه نداشته باشه چگونه بر مردم دنیا
پیروز شود. نیاز به معجزه نداره. معجزه پیامبران، من عرض کردم قبلا، پیامبران نیاز به معجزه دارن، غیر پیامبران معجزه نیاز ندارن. مگر انسان‌های عادی نمی‌توانند؟ و انسان عادی، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که معجزات برای پیامبران هست. انسان‌های عادی میتونن کرامات داشته باشن، اولیای الهی، دوستان الله، از طرف الله سبحانه و تعالی بهشون کمک بشه، آسانی، سهولت در امور زندگیشون، در دعوتشون، در جهادشون. اما معجزه خاص انبیاست. ایشون نوشتن که یوم المعلوم به ظهور مهدی تعبیل شده در احادیث ما. قرآن رو احادیثشون تعبیل میکنه. خب خیلی کار بیجا میکنن که تعبیل میکنن. و من ثابت کردم که احادیث شما دروغ است، دروغ هایی که جابر جوفی و غیره بر امام باقر و امام صادق میبافتن. مطلب دوم در مورد زن یهودی قتل مهدی را بیان کردید. فرمودید اگر شیطان کشر چه کسی زن را وسوسه خواهد کرد. باید عرض کنم که مهدی ما شیعیان ابلیس و شیطان را خواهد کشت. جناب انصاری بزرگ، ما دو نوع شیطان داریم. شیطان بیرون همان ابلیس و لشکریان است و شیطان درون انسان که نفس اماره می باشد. مهدی شیاطین بیرون را از بین میبرد و خواهد کشت، ولی شیطان نفس را نخواهد کشت، بلکه توسط هدایت و تربیت خود کاری میکند که انسان‌ها خودشان نفس اماره خود را بکشند و آن را پاک و تزکیه نمایند. ببینید اینا فلسفه است. شیطان ابلیس، همون شیطان معروف که مهدی شما اونو میکشه، مگر شما اونو میبینید؟ مگر شمشیر داره؟ مگر جلوی شما میجنگه؟ مگر شما را دستتون میگیره میبره توی راهی؟ همون شیطان است که انسان رو وسوسه میکنه. چطور وسوسه میکنه؟ الله سبحانه و تعالی در سوره هجر آیه 39 وقتی که الله سبحانه و تعالی به ابلیس میگه که قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین، چی شد که با سجده گزاران نبودی؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، من با این انسانی که از این گل گندیده اینو ساختی من به این سجده بکنم؟ خب تکبر بود. نه، مرز ما بارها گفتیم که اولین قوم پرست، اولین نژاد پرست ابلیس بود. گفت من بهترم، انا خیر منه، من بهترم. چون و امروز میگن که ما آریایی‌ها بهتر از فلانی‌ها هستیم، یا عرب‌ها میگن ما بهتر از فلانی‌ها هستیم، یا ترک‌ها میگن ما بهتر از فلانی‌ها هستیم. اینا کسایی که این حرفا رو میزنن اینا شاگردان ابلیس هستن، پیرو خط ابلیسن. ابلیس اولین کسی بود که گفت من به خاطر نژادم بهتر از فلانی هستم، در حالی که در نزد مؤمنین ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. بعد الله سبحانه و تعالی فرمود که قال فخرج منها فانک رجیم، خارج شو از اینجا که تو رانده شده هستی، و ان علیک اللعنه الی یوم الدین، تا روز قیامت بر تو، الی یوم الدین، تا روز قیامت، تا روز که حساب و کتاب میشه بر تو لعنت است. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، بارالها مرا فرصت بده تا روزی که دوباره برانگیخته میشوند. خب اونجا یوم المعلوم شما می تعبیر میکنید با حدیثتون که ظهور مهدی است، اینجا یوم الدین رو چه کار میکنید؟ یوم یبعثون رو چه کار میکنید؟ یعنی دینتون دین مسخره است مجید جان. یعنی شما هرچی بخواید تعبیر و توجیه بکنید بازم میرسید به بنبست. در اینجا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. شیطان کارش چیه؟ اون نفس ما شما رو چیکار میکنه؟ اغوا میکنه، فریب میده، وسوسه میکنه. اگر ابلیسی وجود نداشته باشه نفس ما رو کی وسوسه میکنه؟ اصلا کار ابلیس اینه وسوسه کردن نفس ها. مگر عده‌ای هستن که اونها رو نمیتونه وسوسه بکنه. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان خالص و موحد تو رو نمیتونه وسوسه بکنه. بقیه رو چیکار میکنه؟ وسوسه میکنه. پس این نفس رو کی وسوسه میکنه؟ شیطان. چون شیطان نمیاد با تو بجنگه، با توپ و تانک و تفنگ و شمشیر و نیزه و خنجر نمیاد جلوی تو، وسوسه میکنه نفس تو رو. پس شیطان بوده که اون زن رو وسوسه کرده که امام زمان رو بکشه. امیدوارم که متوجه شده باشید. الله سبحانه و تعالی نه تنها در این آیات در سوره هجر، بلکه در آیات 82 به بعد سوره صاد هم در این مورد مفصل صحبت میکنه که برید به اونجا مراجعه بکنید، انشالله جوابتون رو دریافت خواهید کرد.
بعد از اون فلسفه گفتن که در مورد یک عدد بزرگ و عدد کوچک و فلان الان باشه، ما به اینا کاری نداریم، اینا فلسفه است. اون چیزی که الله سبحانه و تعالی صریح بیان کرده، من آیت قرآن رو براتون گفتم. دیگه اینکه امام، من عرض کردم که در کتاباشون اومده که امام زمان را امام حسین غسل میده و چیز میده، کفن میکنه. بعد ایشون جوابشون این است که گفته که باید امام رو امام کفن و دفن بکنه، غیر از امام این حق رو نداره، چون روایتی اومده که اگر انسان معمولی در اثنای غسل و کفن امام ناخودآگاه چشمش به اعضای شرمگاه امام بخورد، بلافاصله چشمش کور خواهد شد. اتفاقا در بعضی کشورها هنوزم این اعتقاد هست متاسفانه که زن و شوهر نباید هیچ وقت در جلوی همدیگه لخت بشن، چون اگر چشم زن یا شوهر به عورت یا به شرمگاه همسرش افتاد کور میشه. من فکر میکردم این خزعبلاتی که در بین مردم جهال وجود داره که الحمدلله در بین شما هم بوده در کتاب هاتون که امام اگر چشمش به شرمگاه مردم عادی اگر چشمشون به شرمگاه امام بیفته کور میشه. مجید جان تو رو به خدا، یعنی همین خزعبلات رو تو هم باور میکنی؟ واقعا متاسفم برات. دیگه گفته و اینکه چرا مهدی غایب است، دلیلش اینه که خدا اراده کرده که این امت را آزمایش سختی کند و فلسفه گفتید دوباره که پیامبر رو مبتلا کرد و دیگه پیامبران را مبتلا کرد و موسی و عیسی و فلان و اینا و امت رو میخواسته مبتلا بکنه. آقا مهدی گرامی، امام زمان شما به خاطر ابتلای امت فرار نکرده، امام زمان از ترس کشته شدن فرار کرده. این حرف من نیست، اینم از کتاب کافی خودتان، این کتاب اصول کافی صفحه بعدش. از ابا عبدالله روایت است که ان للغلام غیبة قبل ان یقوم قال قلت لما، چرا غیبت میکنه؟ قال یخاف، گفت میترسه. و اوما بیده لبطنه، دستشو به شکمش کرد، گفت که میترسه که شکمشو پاره کنم، به خاطر این غیبت کرده. بابا امام زمانتون از ترس جانش فرار کرده، غیبت کرده، به خاطر ابتلای مسلمانا غیبت نکرده، از ترس مرگ. ترسوی بزدل از ترس مرگ فرار کرده. خاک بر سرت که تو میخوای امت رو هدایت بکنی، بعد از پاره شدن شکمت میترسی. خب پیامبر صلی الله علیه و آله اینگونه میترسید از مشرکین قریش که دین به ما نرسیده بود. سلو اهل البیت در کتاب علل الشرایع از شیخ صدوقشون، اینم شناسنامه‌اش، در اینجا روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله به دروغ روایت کردن که یخاف القتل، امام زمان از ترس اینکه کشته بشه الفرار کرده. بعد روایت دیگری از امام باقر آوردن که ان للقائم غیبة قبل ظهوره قلت ولما، امام زمان غیبت میکنه قبل اینکه ظاهر بشه، چرا؟ گفتن که یخاف و اوما بیده الی بطنه قال زراره یعنی القتل. میگه که امام باقر گفت که به خاطر اینکه از پاره شدن شکمش میترسه فرار را برقرار ترجیح داده، و زراره هم گفت که منظور از پاره شدن شکم یعنی کشته شدن، از ترس کشته شدن فرار کرده. خب ترسوی بزدلی که از کشته شدن میترسه فرار کرده رفته، این میخواد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه؟ یعنی عقلم چیز خوبیه. در مورد مهدی گفته که این بیشتر توضیح دهم. گفته که اعتقاد داریم گفته مهدی آخر زمانی که ما به اعتقاد داریم دین جدیدی نمیارد، بلکه همان دین اسلام آغازین سید المرسلین هست. خب آقا مجید این حرف شماست، حقیقت چیز دیگه است. بعد نوشتن که ولی چون مردم زمان ظهور 180 درجه از دین منحرف میشن، همه با تعجب میگن مگر اسلام جدیدی آمده است؟ یعنی انحراف تا این حد شده. به حکم قرآن و سنت رسول الله اهل بیت و اجداد پاکش اسلام را معرفی خواهد کرد. بسیار خوب، ما همین حرف شما رو عرضه میکنیم به کتاب هاتون، ببینیم که آیا واقعا امام زمان اینطوریه که شما میگید یا نه امام زمان شما دین جدیدی میاره. بله. کتاب بصائر الدرجات
از صفار. امام زمان که میاد در باب 15 باب ائمه آل البیت، در اینجا میگه که امام زمان که میاد یحکم به حکومت آل داوود ولا یسأل عن بینه یعطی کل نفس حکمها. امام زمانی که اومد به حکم آل داوود یعنی چی؟ بنی اسرائیل، یعنی همین اسرائیلیایی که امروز در فلسطین حکومت میکنن به حکم اینا حکومت میکنه. داره که هر با شعور و بیشعوری میدونه که حکم آل داوود منسوخ شده با آمدن اسلام. پس وقتی که ما میگیم که این امام زمان شما یهودی زاده هست، این دلیلمون از کتابای خودتونه. در حدیث شماره 2 قال نحکم به حکم آل داوود، حکم میکنن به حکم آل داوود. در حدیث بعدی حکم به حکم آل داوود ولا یسأل الناس البینه، دلیل و برهان نمیپرسه، به حکم آل داوود یعنی بنی اسرائیل حکم میکنه. لن تذهب الدنيا يخرج رجل من اهل البيت يحكم بحكم داوود و آل داوود ولا يسأل بینه. روایت های متعددی دال بر این که امام زمانشون اسرائیلی است و مسلمان نیست. و کتاب های زیادی است، از وسایل شیعه براتون بیارم، از وسایل شیعه از حر آملی. در اینجا امام زمان که میاد به حکم آل داوود حکم میکنه. تشکر میکنم. و همین مطلب رو هم در کتاب بهار الانوار هست. این بهار الانوار جلد 51. اینجا روایتی هست که وقتی که امام بیاد خدا رو به اسم عبرانی، یعنی به زبان عبری، به زبان کشور اسرائیل، به زبان صهیونیست ها، به زبان عبری صحبت میکنه، عربی صحبت نمیکنه. دین جدید میاره، حکم جدید میاره، زبان جدید میاره. بعد از اون بگید که بابا این امام زمان این آدم خوبیه. حتی در اینجا ببینید در کتاب بهار الانوار چی میاد در جلد 51. اگر که امام زمان که بیاد مسجد الحرام را خراب میکنه، امام زمان که بیاد دین جدید میاره، امام زمان به حکم آل داوود حکم میکنه، مساجد چهارگانه رو خراب میکنه. میگه که وقتی که امام زمان بیاد خیمه رو میزنه و به مردم قرآن یاد میده و در اون موقع قرآن یاد کردن، حفظ کردن برای مردم مشکل است. چرا؟ چون که قرآن جدید میاره و کسایی که قرآن قدیم رو یاد دارن به دردشون نمیخوره، چون قرآن امام زمان 17000 آیه است. و اونجا قرآنی رو میاره که همون گونه که نازل شده بود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، 17000 آیت. بعد در اینجا روایت 141 میگه که وقتی که علی گفت که خیمه میزنن در مسجد کوفه، در اونجا مردم رو قرآنی که همان گونه که نازل شده بود، یعنی با 17000 آیه یاد میدن. بعد گفتیم یا امیرالمومنین اولیس هو کما انزل، این قرآنی که در دست ماست آن گونه نیست که نازل شده بود؟ فقال لا، گفت که نه اینطوری نیست. و میگه که اونجا در قرآن اصلی اسم کفار قریش بوده و ابولهب و فلان و اینا که اینو پاک کردن از قرآن. دروغایی که اینها در دینشون داره. پس دین جدید میاره، قرآن جدید میاره. برادر عزیز آقا مجید، شما نمیتونید این کار بکنید. همه این حرفایی که ما میزنیم با دلیل و مدرک است. بقیه صحبت های شما یعنی فکر نمی کنم که نیازی به جواب داشته باشه، بیشتر فلسفه است. اگر بازم نیازی بود، سوال دیگری داشتید، میتونید دوباره ایمیل بزنید انشالله و من جواب شما رو خواهم داد. تشکر میکنم از عزیزان بیننده و انشالله تا 5 دقیقه دیگه هم که مونده از وقت برنامه تماس شما عزیزان رو خواهیم گرفت. آقا محمد خان نوشتن در فیسبوک که قزوینی میگه که اینها شبهه وارد کنن که فرق شبهه یا احتمال، بله در اون کلیپ میگه که حالا اگر بیان آقایون بگن که این اصل المذهب منظورش مذاهب باطل است. اولا اونجا اصل المذهب گفته، نگفته اصل المذاهب، یعنی میگن دروغگو حافظه نداره. اگر منظور شیخ الاسلام ابن تیمیه مذاهب باطل بود میگفت اصل المذاهب، گفته اصل المذهب،
یعنی یک مذهب. اونم کدوم مذهب؟ همون مذهب رافضه‌گری که از اول تا آخر فصل در مورد مذهب رافضه‌گری است. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. جناب آقای انصاری سلام علیکم. میرویس هستم از لندن، مزاحمتان نشم. میرویس جان برادر عزیز بفرمایید. تشکر از برنامه‌های بسیار خوبتان. به نمایندگی از افغانای مقیم لندن و به نمایندگی سایر افغانای مهاجر میخواستم تشکر بکنم از برنامه‌های بسیار خوبتان که کمال بسیار زیاد به اصطلاح ما در مسائل توحید و تو مسائل آگاهی حاصل کردیم، نه تنها برای برادران اهل تشیع ما بلکه برای برادران اهل تسلن بسیار درس‌های بزرگ در برنامه‌های شما موجود است که باید از او استفاده عظیمی شود. خداوند برای شما اجر و اجری نصیب بکنه. تشکر از برنامه‌هایتان. وقتتان نمیگیرم. خداوند موفق داشته باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم قربان. علیکم السلام. عزیزم من عبدالرحیمم از سابق خون به دل میشم با شما تماس بگیرم. من معذرت میخوام آقای عبدالرحیم از شما، تقصیر من نیست، تماس های بینندگانه. عزیز منی من شما انسان مسلمان مجاهد مهاجرون الی الله انشالله هستید. نمیخوام اسرار حوزه قم چون آخونزادم هرچند که سالهاست که مسلمان شدم اسرار حوزه رو افشا کنم پای تلویزیون صغیر و کبیر نشستن. این حمید و بزن بره دق کردیم از صبر شما. بیرمی 300-400 تا مملکت و زمین و آسمان و زیر زمین و همه جا اینا به عین مور و ملک قصد کردن برن انقدر حرف بزنن تا خسته بشن. درست. صدا میاد جناب انصاری؟ بله صداتون واضح است، بفرمایید. میخوام یه مطلبی عرض کنم خستگی بینندگانی که از دست این حمیدها رنجیدن و حضرت عالی در بیاد. میگه که این قزوینی انگشتری در خانه گم کرد، در کوچه میطلبید که خانه تاریک است. میخوای الف لام این المذاهب حالش کنی؟ ولش کن بغلش بذار. میگه دوباره این حمید در خانه قزوینی خواست نماز گذارد، پرسید که قبله چون است؟ گفت من هنوز 2 سال است که در این خانم، کجا دانم که قبله چون است؟ حالا بیا الف لام پیشانی کن. این سوم راهنمایم میدونه آقا این الف لام یعنی چی؟ اینا خودشونو میزنن به تخرخر. الله اکبر. بگو حمید اسکت کما لا اله الا الله. ولش کن. این میگه که من سال 52 با عبید آشنا شدم. اینا یه سنی مذهب بود خدا رحمتش کنه، داره به من شما یاد میده. عوض میخوام پرچونگی. میگه فلانی عوض میخوام خری در کاروان گم کرد، خر دیگری را بگرفت و بار بر او نهاد. خداوند خر را بگرفت که از آن من است. او انکار کرد. گفتن آقا اصلا خر تو نر بوده یا ماده؟ گفت نر. گفتم بابا این ماده است. گفت ماده است. البته خر من اونقدر هم نر نبوده. این همین از این جنسه. هر چی بهش بگی این گربه است، هر چی بندازی بالا با دست میاد پایین. ولش کن. اصلا اینها این میخفولادی هن کج شدن راست بشن میشکنن. اینا درست چون من بچه آخوندم میگم دیگه اسرار حوزه رو نمیخوام افشا کنم. شما خیلی قیمتی هستی. این شبکه به خون دل درست شده، به خون دل من و با زحمات شما. درسته من خانه نشینم، زمینگیرم، هیکلم سلاسل زخم و زیلیه، عرضه ندارم اقلا از اسلام دفاع کنم، ولی از زبان عبید که بتونم دفاع کنم شما رو یه ذره خستگی تر بره. اینا جناب انصاری قربونت برم،
اینها الان در رابطه با الف لام اون اصل المذهب بیش از این اگر بیش از این اگر سرمایه گذاری کنید ما باختیم، چون بازده نزولی داره دیگه. همه میدونن آقا آخوند چیه، این الف لام المذاهب چیه، فلان چیه، بیسار چیه. ولش کن، ولش کن. ما خیلی گرفتاریم، اینقدر تو شیعه گری موندیم، سر کله زدیم، از اصل اسلام، از حلاوت اسلام غافلیم. این همین میخواد سر ما رو، به قول عذر میخوام از این حرف، من خودم رو میگم، میخواد ما رو کنایه کنه که ما از لطف شما، از استادای مثل شما غافل بشیم. ولی خدا وکیلی بیشتر از این بری حمید به هدف رسیده. ولش کن، اصلا این قزوینی رو ولش کن. شما اینقدر ارزش دارید، نده ماخه چی بگم آخه ترکی فارسی قاطی میکنم من. تشکر از شما برادر عزیز، الله تعالی حفظتون کنه. آره بیش از این سرسو درد نیارم. آدم پیر میشه زیاد حرف میزنه، خودم رو میگم، ما عذر میخوام. سلام، خواهش میکنم، بزرگوارید شما، الله متعال حفظتون کنه. زنده باشی، عاقبت بخیر بشی، عاقبت بخیر بشی. آمین. خدا پشت و پناهتون. سلامت باشید. خدا پشت و پناهتون. الله اکبر. الله. تشکر میکنم برادر عزیز. واقعا اصطلاح جالبی، تخرخر، یعنی اینو باید در قبال این آخونده استفاده کرد. من آقا همین 3-4 هفته کلا روی این قضیه که میخواد از دروغ قزوینی دفاع بکنه و فلان، از 1 سال 2 سالم به این طرف هر موقعی تماس میگیره یک موضوعی رو مطرح میکنه، عاقبت خودش رو لو داد. این که الان میلی فرستاده، احمد جان اگر این رو نشون بدی، نوشته خودت رو به اون راه نزن جناب انصاری، مردم جاهل نیستن عزیز جان. من خواستم مثل یک بیننده عادی یکی از دروغ‌هایی که تو برنامه گفتی رو بگم، ولی چون میدونستی جواب نداری فرار کردی. خب خوبه که در کنار ائمه اثنا عشر قائل به علم غیب ما هم شدید، یعنی این هم واقعا یک فضیلتی است که ما رو هم در کنار ائمه اطهار قرار دادید و قائل به علم غیب ما شدید. باز هم تکرار میکنم که اگر جرأت داری میتونی به من فقط و فقط 2 دقیقه امشب یا هر شب وقت بده که یکی از دروغات رو بگم و مرد باش و جواب بده و ثابت کن که دروغ نگفتی. دیدید آخرش؟ یعنی نیم ساعت توی برنامه، 20 دقیقه توی برنامه اومده سر صدا را انداخته که میخواد از دروغ قزوینی دفاع بکنه، اما اصل هدفشون چیه؟ شبهه پراکنی. بعد از اون من به جای 3 ساعت 300 ساعت حاضرم در هر موضوعی که خواستی باهات صحبت بکنم. فرار نکن حمید جان، فرار نکن. موضوع ما اصل المذهب است. اول در این مورد صحبت بکن، یا از دروغ‌هایی که گفتی و اینکه به دروغ ادعا کردی که میخوای از قزوینی دفاع بکنی عذرخواهی بکن. بعد از اون هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد و جواب هر سوالی که داشتی رو بدم. دوباره تکرار میکنم که وانمود نکنی نفهمیدی. من اصلا موندم در مورد اینکه شماها رو، یعنی این موجودات عجیب الخلقه‌ای که در حوزه علمیه یا در کنار اساتید حوزه علمیه بزرگ شدن رو چطوری بفهمانم. حالا من فقط 2 دقیقه ازت وقت میخوام یکی از دروغایی که تو همین شبکه تو همین برنامه رو گفتی مطرح کنم، تو جواب بدی که چرا دروغ گفتی یا ثابت کنی که دروغ نگفتی و من اشتباه میکنم. بینندگان عزیز، اگر ایشون 2 دقیقه وقت رو به من نداد، بدونید که خودش رو میدونه دروغ گفته و میترسه رسوا بشه. من اگه جای شما باشم همین الان خودم با حمید تماس میگیرم تا ثابت کنم دروغ نگفتم. اما شما، امیدوارم این ایمیل رو هم بخونید تا بینندگان قضاوت کنن. منتظر پذیرش یا فرار شما هستم. دوستان عزیز، قضاوت با خودتون. بعد از 1 سال حقیقت خودش رو نشون داده که میخواد یکی از دروغ‌های من رو. ببین از این حرفا زیاد زدید، تهمت‌هایی که به من زدید تو شبکه ولایت، من حتی الامکان اومدم همشو در موردش صحبت کردم و فکر نکنید اونایی که در موردش صحبت نکردم که شما فکر میکنید که دروغی گفته شده. من یک لحظه اینجا خدمتتون نشون بدم که در این مورد من کلیپ های زیادی دارم از دوستان عزیز. اگر لطف کنن این هارد من رو بدن،
کارگردان عزیزمون یک کمی اوضاعش خوب نیست این روزا، گیجه، به خاطر این هارد رو وصل نکردن. لطف کنید این هارد رو به من برسونید. من کلیپ های زیادی دارم از دیگه آدم که عاشق بشه مثل احمد جان میشه، کارگردان عزیز برنامه. در مورد کلیپ هایی که یا دروغ هایی که ادعا میکنن، تشکر. من اینجا یک فولدر خاصی دارم، چون شماها همون حرفایی رو میزنید که در شبکه ولایت میگن و اونا رو میید نشخوار میکنید. من در مورد کلیپ هایی که اینها ادعا میکنن، من یکی از تماس عزیزان رو میگیرم تا این کلیپ رو آماده کنم. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. سلامت باشید. الان که فرصت نمیشه با آقای انصاری جان صحبت کنم. بفرمایید، دارید با من صحبت میکنید، صداتون داره پخش میشه. بله بفرمایید. آقای انصاری یه چیزی شما. بله بفرمایید. بفرمایید. شما آقای انصاری نیستی. شما الان تو صفحه تلویزیون چیز دیگه رو دارید صحبت میکنید. خب بالا اختیار شما. آقای انصاری. اختیار شما. بفرمایید. بفرمایید. من بفرمایید. من ببخشید عذر میخوام. من صدا تلویزیون رو بسته بودم چون صدا یه خورده تاخیر توی رفت آمد صدا میشه و تصویر. عذر میخوام. الان صدا باز کردم مطمئن شدم. بفرمایید. کنم آقای انصاری جان. بفرمایید. برای همه ثابت شده، والله بالله، برای کوه، کمر، برای سنگ، برای دیوار، برای همه چیز مشخص شده که اینا دروغ میگن. وقتتون برای چی؟ وقت عزیزتر از گلتون برای چی برای ندارید تلف میکنید شما؟ این مردی که چی میدونم اطلاعاتی میاد با شما صحبت میکنه، وقت عزیز شما رو بگیره، وقت بیننده ها رو بگیره. ما 3 تا کانال بیشتر نداریم. این کانال مال توحید، مال خداوند، مال بیدار کردن 4 تا آدم خاموش و خفته مثل منه. درست. والا با اینا صحبت نکنیم. تو خدا آقای انصاری با این صحبت نکنیم، با این چی بگم خدا نشناسه که دروغ میگه. راست دارن دروغ میگه. میگه آقا میگه اونجا رو شما قطع کردین. اگه اونجا رو قطع کردین شما اونی که قطع نشده اونی بیارین پخش کنی برای ما. دروغ میگن اینا، والله بالله دروغ میگن. وقت خودتونه تلف نکنیم، وقت بقیه عزیزان تلف نکنیم. من بیشتر وقت عزیز شما رو نمیگیرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری. بفرمایید. الو آقای انصاری. بفرمایید. خسته نباشید. خوب هستید؟ سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. بفرمایید. آقای انصاری من 2 تا سوال داشتم. بفرمایید. الو. یکی سوال داشتم این که می‌خواستم ببینم این سید و سادات و اینا از کی شروع شده؟ قضیه چی بوده کلا؟ باش چشم، در این مورد صحبت می‌کنیم ان شاءالله. یکی دیگه همین که کسی که مثلا میخواد به اهل سنت مثلا بپیونده حتما با یکی از این 4 تا مذهب مثلا انتخاب کنه. چجوریه این قضیه؟ باش چشم. خیلی ممنون. زنده باشید. تشکر از شما. اولا ما چیزی به اسم سید و سادات که دارای امتیازهای خاص برای خودشون باشن در جامعه نداریم. در جوامع ما آقا طرف سید به کسی دختر نمیده، از مردم دختر میگیره چون ما سیدیم نمیخوایم نسلمون خراب بشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از بنی هاشم و غیر بنی هاشم دختر دادن
فقط فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رو به بنی هاشم دادن و 2 دختر رقیه و ام کلثوم رو غیر از بنی هاشم دادن. در اسلام این نسب ها در نزد الله سبحانه و تعالی ارزشی نداره. آنچه که در نزد الله ارزش داره تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الناس، ای انسان ها، انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما را از یک زن و مرد آفریدیم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما را قوم گروه ساختیم به خاطر اینکه شناخته بشید بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. ابولهب، سوره‌ای که شاید کسایی که زیاد آیات قرآن حفظ نیستن، سوره‌ای که بیشتر در نمازها خونده میشه، تبت یدا ابی لهب. ابولهب کی است؟ ابولهب عموی تن پیامبر صلی الله علیه و سلم، از بنی هاشم، از قریش، از نسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی از نسل اجداد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما تنها کسی است که بشارت جهنم در قرآن کریم با ذکر اسمش و اسم همسرش بهش داده شده. عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک خطبه‌ای میگن که ای صفیه عمه رسول الله، خودت رو از آتش جهنم نجات بده، من برات نمیتونم کاری بکنم. ای فاطمه دختر رسول الله، خودت رو از آتش جهنم نجات بده، من برات نمیتونم کاری بکنم. در موقع حساب کتاب از تو نمیپرسن که خویشاوند پیامبری، سیدی، ملاهی، آیت اللهی، حجت الاسلامی، مولوی هستی، مولانا هستی. نه، اینا هیچ به درد نمیخوره. اینا هیچ به درد انسان نمیخوره. آنچه که به درد انسان میخوره عمل انسان است. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به درد میخوره نه فرزند به درد میخوره. چی به درد میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب پاک در نزد الله سبحانه و تعالی حاضر بشه. و اینکه به اسم سید و به اسم سادات پول جمع بکنن، لباس خاص بپوشن، اینا همه بدعت ها و گمراهی هایی است که مردم به خاطر تجارت، به خاطر خالی کردن جیب مردم درست کردن. عمامه سید باید اینطوری باشه، شال سید باید اینطوری باشه، لباس سید باید اینطوری باشه. ما در سیرت داریم که به مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد می شدن، کسی نمیشناخت پیامبر کیه، صحابی کیه. فقیرترین صحابه با پیامبر صلی الله علیه و سلم با هم یک جا می نشستن در مجلس. جای بالا و خاص و مشخصی برای رسول الله نبود که مجلس ایشون از مجلس بقیه فرق بکنه. کسی نمیشناخت که اصلا رسول الله کی است در این مجلس اگر بیگانه ای وارد مدینه میشد. اما امروز ببینید که به نام سید، به نام سادات برای خودشون اسم و رسم و لباس و شکل و قیافه و هزار یک خزعبلات دیگر رو درست کردن که هیچ جایی در دین مبین اسلام نداره. هیچ کس، حتی مذاهب اربعه اهل سنت نگفتن که شما وقتی که میخوای مذهب اهل سنت رو قبول بکنی، اسلام باقی رو قبول بکنی، باید اصلا پیرو یکی از این مذاهب باشی. نه امام ابو حنیفه گفته، نه امام شافعی، نه مالک، نه احمد. هر کس هم که به اسم مذاهب اهل سنت این حرف رو به شما میزنه که حتما شما باید پیرو یکی از این مذاهب باشی، دروغگو هست، داره دروغ میگه به شما. حرفشو باور نکنید. اگر در بین اهل سنت کسی دعوت به تعصب مذهبی میکنه که حتما باید پیرو این مذهب باشی، فلان مذهب باطل است، بدونید که اون با اون آخوند دین فروش شیعه هیچ فرقی نداره. همه هدفشون یکی است. در دین ما، در اسلام، پیروی از قرآن و سنت است. این سنت از طریق اهل بیت به ما برسه، از طریق صحابه برسه، سنت صحیح و ثابت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. و اولو الامر اگر پیرو قرآن و حدیث باشن ما از اونا پیروی میکنیم، نباشن مشکلی باهاشون ایجاد کردیم، اختلافی بینمون ایجاد شد، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. این در این مورد. الان من در جواب حمید آقا و دوستانی که فکر میکنن که واقعا اینا چیزی در چنته دارن یک نمونه ای رو نشون میدم. اینجا نوشتن همین حمید و جماعتش و شریفی و اینا کلیپی رو پخش کردن، خیانت وحشتناک محمد انصاری به بیننده ها وقتی اسم اومد، اونم در آنتن زنده. بیاید این کلیپ رو با هم ببینیم که چی میگه. من از صفحه خودشون در یوتیوب میارم نشون میدم که دوستان ببینید. دو تا کلیپ رو کنار هم دیگه ببینید. یک بار میگه از نظر اهل سنت چیه، یک بار تا اسم ابن تیمیه میاد. این
کاتالیزورشه، سریع واکنششون میده. مجبور میشه بگه آقا اینجا ابن تیمیه رو که من شنیدم دیگه نتونست خودشو کنترل بکنه و میگه نبود بر سر آتش توانان که نجوشم، آتش جهنمی ابن تیمیه درون اون رو به جوشش در آورد، باطنش رو کرد. ببینیم چی گفتن. دو تا رو کنار هم دیگه با دقت نگاه کنید. تمام تعصباتتون رو بذارید کنار. بله، کلیپ شماره 203 رو، همه تعصباتتون رو بذارید کنار تو ذهنتون. اصلا نه شبکه‌ای رو حبن نه بغضن نگاه بکنید. این کلیپ رو با دقت نگاه بکنید، وجدان خودتون رو حکم قرار بدید. شما در کتاب هاتون به مجرد اینکه کسی یکی از اماما رو انکار بکنه کافر میشه. بله. اما ما اهل سنت میگیم آقا تو اصلا بیا خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو انکار بکن، فضایلشون رو نه، بگو من اینا رو به عنوان خلیفه قبول ندارم. بله. مشکلی برای شما ایجاد نمیشه. بله. مشکلی برای شما ایجاد نمیشه، چون خلافت و امامت جز اصول دین ما نیست. حالا من یه سوال دارم. من ببینید ابن تیمیه در منهاج السنه می نویسه من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. احمد جان، احمد آقا، کسی که خلافت ابوبکر رو انکار بکنه کافره. تموم شد. من مرد مردانه الان اقرار میکنم، شهادت میدم کسی که خلافت ابوبکر رو انکار بکنه کافره. بله، اینم تمام شد. البته به جای مرد مردانه فکر کنم بذارن داعشی گونه و وهابی گونه بهتر بشه. این حقیقت و باطن وهابیته. خب کلیپ طولانیه. الان بیننده که اینجا میبینه این کلیپ رو میگه واقعا این انصاری اومد اینجا این حرف ابن تیمیه رو تایید کرد. در اینجا ادامه کلیپ رو که نذاشتن، پق از اونجا قطعش کردن. قضیه میدونی چیه؟ همچین روایتی در کتب ابن تیمیه اصلا وجود نداره. من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر. این امین حمید و جماعتش این کلیپ رو درست کردن و پخش کردن. شما یه دروغ گفتیم ما میخوایم پخش بکنیم. این یک نمونهشه. من تحدی میکنم همه حوزه علمی قوم هرچه شیعه است در کل دنیا از عرب و عجم، همین روایتی که این آخون میخونه اینجا میگه من انکر خلافت ابی بکر و ادامه صحبت‌های من رو قطع میکنن اینجا، من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، بیارن همین از کتاب ابن تیمیه، از هر کتابی که میخوان بیارن. و این آخوند بی حیات، تلفنچی اخراجی شبکه ولایت و این مجری بی حیاتر از خودش تو برنامه زنده میلیون ها تومان پول ملت رو خرج میکنن، تو قومم نشستن. برای چی؟ برای اینکه بر علیه محمد انصاری اینطوری دروغ بگن. الان این آخوند اینجا در برنامه زنده به من گفت که در ابن تیمیه میگه من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، هر کس که خلافت ابی بکر رو انکار بکنه کافر است. و این دکتر ابوالقاسمی، تلفنچی اخراجی شبکه ولایت، اومد اینو پخش کرد و بهبه و چهچه کردن و این مجری بی حیاتر از خودش هم تاییدش میکنه. من الان تحدی میکنم حمید و رضا و محسن و حسین و همه اینا که مشتی و قاسم و کلبی و مقصود، همتون جمع بشید این دروغ، این حرفی رو که ایشون به من تهمت میزنه که آقا من اینو ابن تیمیه رو تایید کردم و فلان کردم، شما همین رو بیارید از کتب ابن تیمیه نشه. و چرا ادامه صحبت‌های من رو نمیگذارید؟ به این میگن تقطیع حمید جان، به این میگن دروغ بستن، تقطیع کردن. حرفایی که شما میزنید از این قماش است. این یک نمونه بود که من خواستم امشب خدمتتون نشون بدم در اینجا. و از این تیپ تهمت‌ها و دروغایی که اینا پخش میکنن در عنوانشو ببینید. دوستان عزیز، احمد جان فقط این بدونید که این کانال رو براش تبلیغ بشه عنوانش رو نشون بده. خیانت وحشتناک محمد انصاری به بیننده وقتی اسم ابن تیمیه آمد، اونم در آنتن زنده. حمید جان، شبکه ولایت با اون کبکبه و دبدبهشون برنامه میذارن 2 ساعت که یک دروغی رو به من ببندن و بعد از اون بگن و بخندن. این حقیقت چیز دیگری است. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که پیرو واقعی قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. تا هفته آینده و برنامه دیگه همتون رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.